الله 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 بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین. بینندگان نهایت عزیز و گرامی، خواهران و برادران ارجمند، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امروز شنبه تاریخ 19 ماه جولای 2025 است. باز هم خدمت شما خواهران و برادر عزیز با برنامه هایی که روزهای شنبه البته درد دل ما یا گفتگو با بیننده های ماست و اکثرا مهمان می داشته باشیم، خدمت شما قرار داریم و امیدوار هستیم که همه تان در هر جایی که هستین با صحت، سلامت و دور از آفات باشین و دعای مغفرت داریم برای کسایی که وفات کردن و برای کسایی که مریض هستن. الله متعال شفا نصیبشان کنه و مشکلات امت اسلامی و مشکلات همه ما و شما را الله بی‌نیاز برطرف بسازه. خواهر و برادر عزیز، البته برنامه های ما قراره که در طول یکی دو هفته که ما و شما مشاهده میکنیم، اکثرا برنامه های ما روی موضوعات مشکلاتی که در امت اسلامی است و موضوع غزه است که واقعا برای همه ما موضوعات بسیار مهم است. موضوع غزه که یک داغ بر دلهای همه مؤمنین آگاه است و همه روزه از مشاهده از او واقعا یعنی بسیار رنج میبریم، نه تنها از حالت خود مردم غزه بلکه از حالت بی‌عدالتی جهان و بیخبری و بی‌تفاوتی حکما و بزرگا و قدرتمندان امت اسلامی. اینا چیزایی است که همیشه ازش شکایت داریم، ولی باشد که پروردگار عالم چی پلان داره که والله خیر الماکرین. انشاءالله کسایی که در بی‌عدالتی و در ظلم و در حالاتی که در جهان امروز است، خداوند اونا را بی مجازات نمیگذاره، چی در دنیا باشه و چی در آخرت. ولی الله متعال ما و شما را هم توفیق نصیب کنه که بتانیم در زمره امت اسلامی وظیفه خود انجام بدیم و چیزی که در وسع ما پور است اقلا برای رساندن صدای از این معصوما و همین مظلوما باید ما و شما یک سهم داشته باشیم در هر جایی که هستیم، که اقلا یک چیزی است که از وسع ما پوره است. و موضوع دیگه که موضوع مهاجرین است خواهر و برادر عزیز، که این هم یک موضوعی است که در وطن واقعا یک حالت آمده که همه ما و شما را همطور به اصطلاح به یک چی بگویم، به یک
حالت خانواده های ما را، حالت هر کدام ما را به کلی برهم زده. هر کدام ما از مشاهده از این، مخصوصا خب اول امت اسلامی است و باز از همه مهمتر خود وطن و وطندار ما و کسایی که خون و رگ ماست و کسایی که مشاهده میکنیم که چی حالت بالای از اونا آمده، این همه ما را پریشان ساخته و ما هم در فکر ازی بودیم که چی میتونیم چی کار کنیم. چیزی که تا با امروز ما تانستیم از طریق شبکه صدای حق الحمدلله می که ما صدای خود بلند کردیم برای بیننده های ما که ما به خاطر خود تسکین بتیم، تسلی بتیم که ما با غم از این هموطنای ما شریک هستیم و یک حالت بسیار ناراحت کننده از اینا را وقتی که مشاهده میکنیم. چیزی که ما میتونیم اما یک کمک ناچیزی که او هم تنهایی که به خاطر که اگر پروردگار از ما راضی شود و چیزی را که انجام میتیم خود کمک را خوش بسازیم. به او خاطر البته کمک های از خواهرها و برادرای بیننده های بسیار مهربان و با سخاوت ما بود که ما روان کردیم این کمک ها را و مخصوصا تشکری میکنم از معاون صاحب احمدزی و از همکار ما فیصل جان مدرس که اینا واقعا در اینجا بسیار آب و هوا بسیار خراب است، گرمی است، از این شمالا و تندبادها و اینا هم است و بسیار زیاد یعنی بیروبار هم است. اینا در همون حالت هم رفتن اونجا و همین کاری را که به عهده گرفتن انجام میتن و شما ویدیوهایی را که خدمتتان داشتیم مشاهده کردین که پولهای شما بر از نارسانده شده و کسایی را که اینا مشاهده میکنین که میاین و پول برشون میتن، اینا در بین همین مهاجرین باز کسایی را شناسایی میکنن که اونا واقعا بسیار زیاد ضرورت دارن و حتی ما بر از اینا گفتم به کسایی که از ایران میاین نظر به این که ما فکر میکنیم که مثلا برای کسی یک کمک میکنیم، میبینیم که در افغانستان خود غریب و فقیر و کسایی را که سرک از اینجا میبینیم امروی لباس بیران تنبان و کالای یک کمک کونه و اینا میبینیم، اینا که از جمعیان ماشاءالله کلشان با لباسای خوب و سر و وضعشان هم صحیح است. برای من فیصل جان گفت که چی مادر جان میگه مادر جان پشت از اون اگر به اندازه اینا وضعشان خراب است که ما بسیاری جایی که میریم در فامیلا مثلا یک خانم هم میبینیم که به حالت بسیار شدید مریض است و هیچ پول هم ندارن و بازور ما کمک میکنین مثلا میرسانن مریضای خود باز پس میان دوباره در اونجا به خاطر کمک های دیگه. یعنی نفرایی هستن که شدیداً احتیاج دارن و با سر و لباسشان که بازی نخورین اکثرشان پولشان گرفتن و هیچ چیزی ندارن. به هر صورت ما کار را میکنیم به خاطر رضای خداوند میکنیم و امید است که انشالله قبول شود. و اما خواهر و برادر عزیز، می حالتی که فعلا آمده بالای وطندارای ما، شما در سوشال میدیا مشاهده میکنین که یک جنگ و جدل و جنجال و تمام روز در تیک تاک و در همه جای سر و صدای هم از هموطنای ما و هم از ایرانیا مشاهده میکنین. یک تعداد از اونا بعضی کسایی هستن که اونا با سخنای درشت و با گپای سنجیده باعث آزردگی بیشتر میشن که چیزایی میگن که آدم واقعا خجالت میکشه که چطور اینا میتونن بیاین و اینطور به این شکل از این مهاجرینی که عمرها را در اونجا گذشتاندن و خدمت کردن به این شکل اینا صحبت کنن. و از طرف دیگه بعضی از ایرانی های هستن که اونا بسیار با معذرت میاین و بسیار با مهربانی و لطف و حتی ایرانی های خود را و دولت خود اونا را ملامت میکنن. و از طرف دیگه از افغانای ما هم با اشعار و با انواع مختلف اینا عکس العمل نشان میتن و حتی بعضی کسایی هستن که بسیار با فحش و با صحبت های بسیار نامناسب صحبت میکنن که من فکر میکنم دور از افغانیت و اسلامیت است، نباید چنین عمل شود. و خب ما امروز خواستیم که سلامی موضوعی که چرا دفعتاً مهاجرین ما مینوان موضوع ما هم همیسته که چطور شد که یک بارگی دولت ایران این مهاجرین های تو ظالمانه از ایران میکشن و در حالتی که در خود افغانستان مشکلات زیاد امارت اسلامی داره و از یک طرف دیگه هنوز غم مهاجرین پاکستان از اون طرف نخورده بودن که از این طرف دیگه برشان جنجال خلق شده. خودم این موضوع رو میخواستیم یک کمک تحقیق کنیم که دلیل از این چیز که چرا یک بارگی و تو ظالمانه اینا میخواین که می کار شروع کردن. و البته در این موضوع من فکر کردم که از یکی از همکارای ما بگویم یا یکی از کسایی که
اونا نه تنهایی که در موضوعات الحمدلله همیشه صحبت میکنن و صحبت بسیار بالا دارن و در تلویزیون خود و در برنامه‌های خود صحبت کردن، خودشان هم یک چند زمانی را در ایران گذشتاندن و آگاهی بیشتر دارن از خود مردم ایران و عکس العمل از اینا و رفتارشان اینا. ما از جناب محترم استاد محمد انصاری که البته از شبکه وصال حق تا صدای ندای حق و هر کدامش باشین که مطمئن شیم که صدا هست، بله هست، از اونا دعوت کردیم که امروز ما باشن و یک کمی معلومات بدن که چرا تو یک واقعیت صورت گرفت و دلیل از این بدبینی ایرانی ها در مقابل افغان ها چی است. چرا کسایی که در واقع طول سالها هم بودن همیشان به یک حالت بسیار ناراحت کننده ظالمانه که من حیران میمانم که چطور یک افغان رفته 18 سال 15 سال 6 سال 5 سال در یک شرایط زندگی کرده که همیشه توهین شده، همیشه هر جایی که مراجعه کردن به امرایشان روی بسیار نامناسب شده، چطور تانستن اینا تحمل کنن و چرا تحمل کردن و امروز هم که آمدن وقتی که میاین بسیار خوشحالی میکنه که شکر به وطن آمدیم. خب چرا چند سال پیش نآمدین؟ بعضی چیزایی است که ما میخواستیم که امروز امروز استاد صحبت کنیم. من استاد روی صفحه ان شاء الله داشته باشم. استاد محترم سلام علیکم رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. سلام دارم خدمت شما و همه بینندگان عزیز و گرامی. تشکر استاد، بسیار تشکر از شما که الحمدلله در مسائل مهم، موضوعات مهم همیشه شما همینطور آزادانه میایین صحبت میکنین. من گفتم استاد وقتی که شما رو دعوت میکنم باز من اینجا نوشته میکنم که هر کس مسئول صحبت خود است. صحبت های شما مسئول صحبت خود هستین، من مسئول صحبت خود. برای اینکه شما در یک جای دیگه هستین، من در یک جای دیگه هستم و من باور کنین که میال از هر چیز سر ما مردم بانا میگیرن. هر موضوعی در خود امریکا میفهمین که بسیار وضعیت خراب است اینجا. هم بسیار حتی گفتن کسایی را که یک عمر در امریکا زندگی کردن، گرین کارت هم دارن، سیتیزن هم هستن، اینا اگر ما کدام چیز گپشان سر ما بد بخوره ما اجازه داریم کنا رو بکشیم. دیگه تو شرایط زیق ساختن سر مردم. با شکر الحمدلله این چیزا تو پروایش نداریم. یک عمر است که میگه در جاده هموار دویدن هنرش چیز، مردانه دویدن هنرش در خم و پیچ است. دیگه ان شاء الله ما خود او خدمت کدام مشکل نداریم. اینال از شما ان شاء الله استاد گرامی بشنویم که چرا و چی یمی حالتی که فعلا آمد و یک بارگی و تو ظالمانه این خود ملت ایران است، دولت ایران است، یا حالت یمی خود مردم ما بسیار کارهای خراب کردن. از همین خاطر میخواستیم شما ان شاء الله برای ما یک معلومات بدین. بله، بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. به خاطر پاسخ به این سوال شما باید یک کمی برگردیم به عقب، به تاریخ که ما افغانستان ادعا میکنیم که تاریخ این منطقه تاریخ ماست. تاریخ 5000 ساله داریم و تاریخ جغرافی و به اصطلاح منطقه‌ای که امروز افغانستان هست یک زمانی خیلی منطقه وسیع‌تر بوده که ایران را هم شامل می شود، تاجیکستان، بخارا، سمرقند، آسیای میانه. در این زمان ایرانی هم این ادعا را می کنن که در حقیقت یک ایران بزرگی بود که افغانستان و آسیای میانه و این مناطق تا عراق جزئی از ایران بزرگ بود. و تاجیکای عزیزم همین ادعا را میکنن که بله اصل ما بودیم و به اصطلاح سرزمین بزرگ بود. اما حقیقت این است که همه این مناطق یک تاریخ مشترک دارد، تاریخ مشترکی که تقریبا به قبل از اسلام به زمان هخامنشیان و اشکانیان و به اونها برمیگردد و که زیاد کار نداریم با تاریخ قبل از اسلام. چرا؟ هر کس تاریخ رو به نفع خودش و به آنچه که باور دارد نوشته است. حالا عرب ها هم میتوانند ادعا بکنن که مثلا کلی مناطق یک زمانی سرزمین هایی بود که ما فتح کردیم. اما بعد از اسلام ما میبینیم که بسیاری از امپراتوری های بزرگ اسلامی که در این سرزمین و در این خطه‌ای که امروز به کشورهای کوچکی استعمار اینها رو جدا کردن به نام ازبکستان، تاجیکستان،
ترکمنستان، قزاقستان، قرقیزستان، افغانستان، ایران، پاکستان، حتی هند، ترکستان شرقی، پاره تنی از ما که در امروز زیر اشغال چین هست و بدترین جنایت ها و رفتار ضد انسانی با اونها میشه. این مناطق همه اینا یک سرزمین وسیعی بود که سالیان سال و در دوره‌های مختلف تحت حکومتداری امپراتوری هایی که در این منطقه بودن اداره میشد. میدانیم که در زمان خلفای راشدین سرزمین ایران در زمان سیدنا عمر، ایران امروزی فتح شد که در آن زمان همین عراق، جزئی از عراق، بغداد، این مناطق کلا جزئی سرزمین بود. بعد از اون فتوحات اسلامی ادامه پیدا کرد تا به افغانستان و تا به آسیای میانه که در زمان سیدنا عثمان کلا افغانستان و آسیای میانه فتح شد. در زمان حکومت بنی امیه سرزمین های سند و پنجاب و که هند و پاکستان امروزی است فتح شد و کلا در حدود 500-600 سال در همه این سرزمین ها بعد از او عباسی ها حکومت کردند که پایتختشان بغداد بود و همه این سرزمین هایی که امروز مرزهایی که استعمار بین ما کشیده است زیر سلطه یک حکومت بود. بعد از ضعف خلافت عباسی ببینیم که سلسله های دیگری، حکومت های دیگری که به شکل رمزی با خلافتی که در بغداد بود ارتباط داشتند و خود را به اصطلاح نائب خلیفه می‌دانستند، مانند سلسله سلجوقیان، غزنویان و حتی امپراتوری هایی که در مناطق ترکیه امروزی در سرزمین های آنادول ایجاد شد، مانند امپراتوری عثمانی، تا زمان سلطان سلیم اول بعد از فتح مصر. همه این حکومت ها خودشان را به شکلی زیر سایه خلافت عباسی می دانستند. درست است که ما یک مدت تاریخ مشترک داریم با ایران. مثلا در دوره سلجوقیان شما ببینید که همین تهران امروزی، ری که در آن زمان ری میگفتن، پایتخت سلجوقیان بود. زمانی اصفهان پایتخت بود. سلجوقیان به دو گروه تقسیم شدن. یک عده‌ای که سلاجقه روم با او را میگن که در سرزمین های آنادول و یا ترکیه امروزی حکومت میکردن و عده دیگر که در اصفهان پایتختشان بود. مثلا ما سلسله غزنویان را داریم که یکی از امپراتوری‌های بزرگ اسلامی بود که از آسیای میانه و افغانستان و ایران امروزی تا دهلی حکومت میکردن. بعد از قرن 17 میلادی خب در این مناطق یک سری جنگ هایی، درگیری هایی اتفاق افتاد و بعد از آمدن صفویت، خاصتا صفوی‌ها که آمدن، یک حکومت شیعه رافضی متعصب تکفیری را در ایران ایجاد کردند که در نخست پایتختشان تبریز بود و بعداً به اصفهان منتقل شد. اصل شروع تعصبات و دشمنی ها در بین مسلمانانی که در آسیای میانه و افغانستان زندگی می کردند، در افغانستان آسیای میانه امروزی، و بین مردمی که در ایران امروزی زندگی می کردند. شما از تبریز و همدان و اصفهان گرفته تا تهران یا ری تا قزوین، این مناطق که زیر سلطه صفویان بود. برای اینکه بدانیم این اختلاف و این دشمنی و این کینه و عداوت چگونه ایجاد شد، باید یک مروری داشته باشیم به تاریخ صفویت. متاسفانه تاریخ صفوی‌ها را نه در ایران به شکل واضح و صریح در رسانه ها و در کتاب ها بیان می کنند و نه در افغانستان. متاسفانه مورخین ما و اهل اندیشه و فکر در مورد تاریخ صفویت بحث کردن یا واقعیت هایی رو که در زمان صفویت اتفاق افتاده برای مردم بیان کردن. صفوی‌ها از اردبیل، از منطقه که فعلا در آذربایجان غربی ایران، در ولایت یا استان آذربایجان غربی ایران، منطقه به نام اردبیل، از اونجا شروع، اصلا صوفی بودن، از اونجا شروع شد
صفی الدین اردبیلی که از صوفیای خرافاتی و مزخرف بود که حالا یک سری اتفاقاتی افتاد که جای بحثش در اینجا نیست. اینها شیعه شدن، اهل سنت بودند، اهل سنت صوفی. به خاطر این ما میگیم صوفی ها برادرای صوفی های البته خرافاتی، نه صوفی های معتدل، نه صوفی های خوب، صوفی هایی که عقیده صحیح دارن، نه صوفی های خرافاتی. اینها برادران شیعه هستند، در اعتقاد تقریبا یکی هستند. مثلا شیعه به امامان خودشان را عالم غیب میدانند، امامان خودشان را یعنی خلیفه الله در زمین میدانند، صاحب اختیار میدانند. دقیقاً همین اعتقاد را از صوفی خرافی هم دارند که پیرهای خودشان را عالم الغیب میدانند، صاحب اختیار میدانند، که نمیخوایم زیاد روی مسائل بحث کنیم. به هر صورت اینها شیعه شدند و شیعه رافضی یک سری عواملی که رخ داد، دشمنیایی که با دولت امپراتوری عثمانی بود در غرب ایران، همه اینا دست به دست هم داد و اینها یک حرکت های نظامی صورت گرفت. در صورت حکومت صفویه تأسیس شد. حکومت صفویه از وقتی که شروع کردن به تأسیس حکومت، با زور، با جنایت، با کشتن، با آتش زدن، با قتل عام مردم ایران که 90%شان، بیشتر از 90%، میتوانیم بگیم تا 98% اهل سنت بودن، اینها را به زور شیعه کردن. و در ایران یک اصطلاحی هست، شاید شما هم شنیده باشید، برادران و خواهران ما هم شنیده باشند، به افغانی ها میگن که افغانی پدر سوخته، یا یک کسی رو که ازش بدشان بیاید یا که با او چیز کنن میگن برو پدر سوخته. این اصطلاح پدر سوخته، بله، این اصطلاح پدر سوخته از زمان صفویت رایج شد. کسانی رو که پدران و مادرانشان را زنده زنده در آتش سوزاندن. شما تصور کنید خواهر گرامی که سرزمینی به این وسعت، از هرات گرفته تا آذربایجان کنونی، از بغداد گرفته تا کردستان و مناطق نزدیکی های آنادول در ترکیه امروزی، همه این مناطق اهل سنتی بودن که به زور، به شکنجه اینا مجبور شدن که مذهب خودشان را تغییر بدن. بعد کسی که انکار میکرد، کسی که قبول نمیکرد، این رو زنده زنده میسوختاندن. بعد فرزندان اینها رو میگرفتن و اینها رو در مدارس و در حوزه های علمیه‌ای که در اونجا تأسیس کرده بودن، و اولین حوزه های علمیه‌ای که امروز به نام حوزه های علمیه شیعه معروف است، در زمان صفویت تأسیس شد و یک سری علمای شیعه را از جبل آمل لبنان آوردن که یکی از اونها همین علامه مجلسی معروف است که صاحب یکی از کتاب‌های بزرگ شیعه است به نام بهارالانوار که بیش از 110 جلد کتاب داره. اینها آمدن و فرزندان همین اهل سنت که در این منطقه زندگی می‌کردند، حالا سرزمینی به نام ایران در آن زمان وجود نداشت، سرزمین فارس، اینا را آوردن به زور در مدارسشان اینها را شیعه کردن. در صورت طی تقریبا کمتر از یک قرن کلا این منطقه‌ای که اکثریت اهل سنت بودن، شما تصور بکنید خواهر گرامی، شهر نیشابور در استان خراسان در ایران که نزدیکی مشهد است، در شهر نیشابور دو تا از علمای بزرگ اهل سنت که به نام بخاری و مسلم ما میشناسیم، امام مسلم و امام بخاری، در این شهر مدرسه داشتن، حلقات درس داشتن. به اندازه حلقات درسشان بزرگ بود که مردم در سر بامها در کوچه ها می نشستن و درس امام بخاری رو گوش می کردن. سرزمینی که ابن ماجه قزوینی در منطقه قزوین که در تقریبا میشه گفت شمال تهران هست که فعلا 100% این منطقه شیعه است. امام ابن ماجه صاحب یکی از کتب معتبر احادیث اهل سنت از کتب سته است. امام ابن ماجه از قزوین است، امام مسلم از نیشابور است، امام بخاری از بخارا میاد و در نیشابور در اونجا مدرسه تأسیس میکند، مدرسه حدیث. و همچنین اگر امام فخر رازی و خیلی خیلی از علمای بزرگ در این سرزمین، از علمای حدیث، تفسیر و از علمای فقه و از علمای تاریخ اسلام، علمای سیرت،
از این خطه‌ای که امروز به اسم ایران معروف است، در اینجا مدرسه داشتن، درس داشتن. حتی در زمان سلجوقیان بزرگترین مدرسه علمی که اهل سنت داشتن نظامیه که در بغداد بود، شعبه هایی داشت در همین سرزمین. بر صورت صفویان با ارعاب و با ارهاب و با قتل و جنایت و سوزاندن انسان ها مردم این منطقه رو به زور شیعه کردند، تا اینکه صفوی‌ها حمله کردند به شهر هرات. شما تصور بکنید شهر هرات در تاریخش دو جنایت بزرگ را شاهد بوده است. یکی جنایتی که صفوی‌ها انجام دادند و مردم این شهر را قتل عام کردند، و جنایت دیگر جنایتی است که مغول‌ها انجام دادند و این شهر را قتل عام کردند، تا حدی که میگن در شهر هرات یک نفر زنده ماند، او هم در مناره مسجد جامع هرات پنهان شده بود. بدترین جنایت ها در شهر هرات انجام گرفت، چون شهر هرات یکی از مراکز علمی اهل سنت بود. مدارس و علمای بزرگی در این شهر زندگی می‌کردند که یکی از این علما رو به نام علامه تفتازانی، شما اگر سرچ بکنید، علامه تفتازانی تا امروز یکی از کتاب‌های ایشان، آثار ایشان، فتاوای ایشان یکی از بزرگترین مصادر فقهی اهل سنت حنفی مذهب محسوب می شود. علامه تفتازانی در شهر هرات زندگی می کرد. فکر کنم قاضی القضات شهر بود و عالم خیلی بزرگ و برجسته‌ای بود. تا امروز هم شما یک مسئله فقهی را از یک از علمای بزرگ حنفی بپرسید، میگه که رأی علامه تفتازانی هم در این مورد فلان بوده است. علامه تفتازانی را آوردن و همه علمای شهر هرات را آوردن در مرکز شهر، پیش روی همین مسجد جامع هرات. خواهر گرامی، شاید ذکر این موارد خیلی دردناک باشد، شاید خیلی کلمات شاید من استفاده بکنم که واقعیت هایی رو بگم که شاید از نگاه عفت و ادب هم درست نباشد، اما ملت ما باید بدانند، مسلمان ها، اهل سنت، علمای ما، دعوتگران ما باید بدانند. چند روز قبل یک از علما و دعوتگران بزرگ محسوب به اهل سنت افغانستان، وقتی که جنگ 12 روزه اسرائیل و ایران بود، درامه‌ای که درست کرده بودن به نام جنگ، میگفت که هر کس که در کنار ایران نایستد و از حکومت ایران و از خامنه‌ای دفاع نکند، این انسان منافق است. متاسفانه تا علمای ما امروز از آنچه که در تاریخ گذشته است اطلاع ندارند. من درست به یادم هست که در صنف سوم یا کلاس سوم درس می‌خواندم، در کتاب تاریخ برای اولین بار در صنف 3 برای ما کتاب تاریخ داده بودند. در شروع این کتاب نوشته بود ما تاریخ را برای چه می‌خوانیم. همین جملاتی که نوشته شده بود تا هنوزم در ذهن من هست. تاریخ را برای این می‌خوانیم تا از سرنوشت گذشتگان خود عبرت بگیریم و در زندگی امروز خود از درس‌ها و عبرت‌هایی که از تاریخ آموخته ایم استفاده بکنیم. متاسفانه همانطوری که قبل از شروع برنامه ما شما صحبت کردیم، کتاب‌ها رو گفتید، آیا این کتاب‌ها رو می‌خوانید؟ انسان امروز ببینید در جامعه مثلا مردم ژاپن انقدر پیشرفت کردن، معدل کتابخوانی مردم ژاپن در یک ماه برابر 10 سال کتابخوانی یک فرد با فرهنگ افغانی است یا ایرانی یا تاجیکی. همه ما مسلمانان متاسفانه گرفتاری بدبختی هستیم، از علم و از دانش دور هستیم، در سالی یک کتاب هم نمیخوانیم. بعد از اون توقع هم داریم، دعا هم میکنیم که الله سبحانه و تعالی به ما عزت بدهد، سربلندی بدهد، به ما پیشرفت و ترقی نصیب بده. یا آرزوی همه ماست، اما با دعا کردن که چیزا به دست نمیآید. الله متعال میفرماید لیس للانسان الا ما سعی، برای انسان نیست مگر آنچه که انسان به خاطرش سعی و تلاش بکند. نگفته لیس للمسلم، لیس للمؤمن. هر انسانی که تعلیم حاصل کرد، درس خواند، به علم، به تکنولوژی روی آورد، پیشرفت میکند. خدا کنه که بودایی باشد، مسیحی باشد، یهودی باشد، و هر کس که دور شد از علم و فرهنگ خب عقب مانده میماند. ما متاسفانه تاریخ نمیخوانیم، از تاریخ ما عبرت نمیگیریم. برمیگردیم به داستان علامه تفتازانی رحمت الله علیه. آوردنش در میدان شهر، گفتن که اعلان براءت بکن از ابوبکر و عمر، لعن بکن، لعن ابوبکر و عمر رو بکن. همین دولت صفوی که ایران به عنوان یک از درخشانترین دوره‌های حکومتداری تشیع در ایران نام میبرند، علامه تفتازانی قبول نکرد. گفتن زنش کجاست؟
من خیلی معذرت میخوام که این داستان رو بیان میکنم، اما ملت که خبر ندارند از تاریخشان همیشه در این دام ها میفتند. زنش را آوردن، همسر علامه تفتازانی را آوردن، والی صفوی‌ها که هرات را اشغال کرده بود، دقیقا اسمش یادم نیست، زن ایشان را، همسرشان را آوردن و بر پشت یک الاغ یا مرکب میگیم، خر میگیم، بستن. این خر یک خر ماده بود، بر رو بستنش به پشت این الاغ و همه لباسهایش رو در آوردن. شما تصور بکنید در میدان شهر هرات هزاران، صدها هزار نفر جمع هستند و سربازای صفوی هم هرات رو تازه اشغال کردن، لباسهایش کاملا در آوردن و همسر علامه تفتازانی را بر پشت یک الاغ ماده بستن. بعد از اون یک الاغ نری را آوردن و یعنی کاری کردن که در جا همسر ایشان در اونجا فوت میکنه و شهادت میرسه. گفتن الان اعلان براءت میکنی از ابوبکر و عمر یا نه؟ علامه تفتازانی خب یک عالمی بود، علامه‌ای بود، شهادتین گفت نه. بعد از اون گرفتن این علامه بزرگ رو تیکه تیکه کردن. یعنی شما تصور بکنین بند بند دستانش رو، پاهایش رو، گوش و بینیش رو، این عالم رو تیکه تیکه کردن و هر تیکه ای که از اون میبریدن میگفتن که اعلان براءت میکنی از ابوبکر و عمر یا نه؟ این میگفت نه. شروع میکردن به بریدن تا ای که جان داد و به شهادت رسید. آوردن تک تک علمای هرات رو، همه رو به همین شکل یا اعلان براءت بکن از ابوبکر و عمر یا که تو رو میکشیم. همه رو کشتن. قتل عامی که صفوی‌ها در هرات انجام دادند و در قندهار و اطراف این مناطق انجام دادند، یعنی صفحات ننگین تاریخ بعد از اسلام هست که به دست این جنایتکاران رقم زده شد. به هر صورت اینهایی که امروز در ایران هستند، اینها از زحل و مشتری و مریخ نیامدن. اینها فرزندان همان صفویایی هستند که بزرگترین مشکلشان با مردم ما، با مردم افغانستان، مشکل اعتقادی است. مشکل اعتقادی که شیعیان رافضی، ما همه شیعیان را نمیگیم، ما شاید شیعیان بسیار خوبی داشته باشیم، برادران و خواهران ما هستند، حتی مؤمن و مسلمان هستند، اعتقاد داریم که حتی بهشتی هستند اگر بدون شرک و بدون خرافات از دنیا بروند. ما که اهل تقیه و اهل مجامله نیستیم. اما شیعیان رافضی، کسانی که شرک می‌ورزند، کسانی که با همسران پیامبر دشمن هستند، با آنها تهمت میزنند، با اصحاب پیامبر دشمن هستند، با آنها تهمت میزنند. عقده اینها با مردم افغانستان یک عقده مذهبی است، یک عقده دینی است. ما باید این را بفهمیم، ما باید این را درک بکنیم، ما باید دشمن شناس باشیم. دشمن شناسی یکی از عوامل مهم پیشرفت یک جامعه است. ما که دوست و دشمن خودمان را تشخیص ندهیم، در اون صورت نه پیشرفت خواهیم کرد. چرا؟ دوست و دشمن رو شناختن به معنی این که ما از مکر و فریب و حیله دشمنانی که همیشه صد راه پیشرفت و ترقی ما هستند در امان میمانیم. اینهایی که امروز در ایران زندگی میکنن، حکومت میکنن، ما با ملت ایران را نمیگیم، اکثر ملت ایران مردمان شریف و نجیبی هستند، اما اینایی که امروز قدرت و حکومت رو در دست دارن، اینها فرزندان همان صفوی‌ها هستند، با همان عقده و با همان کین و با همان عداوت امروز برخورد میکنن. برخوردشان رو در عراق دیدیم، در سوریه دیدیم، در افغانستان در دوران جهاد دیدیم، بعد از آن هم دیدیم، تا امروز هم داریم میبینیم. بر صورت قسمت هایی رو که از افغانستان صفوی‌ها اشغال کرده بودن، البته افغانستان امروزی، در آن زمان همه این سرزمین یک سرزمین بود، سرزمین خراسان یا سرزمین فارس یا هر چیزی که اسمش رو بگذاریم. بعد از این جنایت هایی که اینا انجام دادن، خب شاه اسماعیل صفوی رفت به بغداد، بغداد رو اشغال کرد. در منطقه به نام اعظمیه است در بغداد، در اونجا قبر امام ابو حنیفه است. قبر امام ابو حنیفه رو باز کردن، جسد امام ابو حنیفه رو از قبر بیرون کرد و آتش زد و یک سگ آری که در اون منطقه بود، این سگ رو کشتن و در داخل قبر امام ابو حنیفه با استخوان‌های خاکستر شده امام ابو حنیفه در اونجا دفن کرد. بعد از اون شاه عباس صفوی، پادشاه ایران که بغداد رو تصرف کرده بود، دو گاری میگن در چی بگیم، دو
حسبگادی، خرگادی یا در افغانستان، در پاکستان شاید دیده باشید بله. که بار میکشن از این طرف و اون طرف. 2 تا از گاری هایی که در بغداد کار میکردن، بارکشی میکردن، اینا را اجیر کرد. یعنی ما معاش ماهانه به شما میدهیم که مردم را از وسط شهر بغداد میبرد به سر قبر امام ابو حنیفه. اونها در آنجا به اصطلاح تشناب میکردن، به اصطلاح افغان ها، یا دستشویی میکردن، یا یک تبدیل کرده بود به توالت، تبدیل کرده بود به WC به اصطلاح خارجی ها. و اینها رو مجانی گاریا میبرد در آنجا و اینها در آنجا دستشویی میکردن، تشناب میکردن و پس اینها رو مجانی برمیگرداندن به شهر. حقد و کینه رو ببینید تا این اندازه. یعنی به انسانهای زنده رحم نکردن، حتی به مرده ها هم رحم نکردن. به خاطر همین من به همه عزیزان توصیه میکنم تاریخ قزلباشان و صفویان را که آقای محمد حسین خنجی، یکی از تاریخ نویسان اهل سنت ایران هست، نوشته است. گرچه آدم مذهبی نیست، آدم سیکولار هست، اما واقعیت های تاریخ صفویان و جنایات قزلباشان در ایران و افغانستان رو میتوانند این کتاب رو تهیه بکنن. PDF-ش هست در اینترنت. به این کتاب رو مطالعه بکنن تا ببینن که این کینه و دشمنی که امروز با مردم افغانستان و با مهاجرین افغانستان صورت میگیره ریشه در کجا داره. میگذریم از این فجایعی که در طول 300-400 سال حکومت صفویت رخ داد و یکی از تاریک‌ترین صفحات تاریخ این منطقه است و این که با یهود و نصارا همکاری کردند در سقوط دادن بعضی از مناطق، در دشمنی با اسلام به حدی بود که هر موقعی که امپراتوری عثمانی به طرف غرب، به طرف اروپای امروز پیشروی میکرد، صفوی‌ها از پشت سر می آمدن، به اینها ضربه میزدن، پیشرفت و فتوحات رو معطل میکردن. به اندازه‌ای که نخست وزیر بلژیک همین تقریبا حدود 7-8 سال پیش روی یک موضوعی صحبت میکردن در مورد این قضیه ایران بود. به خاطر اینکه بلژیک باید در قضیه هسته‌ای یا برجام طرف ایران رو بگیرد، نخست وزیر بلژیک یک حرف جالبی زد. گفت بزرگترین خدمت رو به مسیحیت و به ما مردم اروپا ایرانی‌ها کردند که اگر صفوی ها در ایران نمی بودن، امروز ما در بلژیک و دانمارک و هلند و فرانسه و بریتانیا همه ما قرآن می خواندیم. یعنی شما تصور بکنید که اگر صفویت نمی بود، امروز کل اروپا فتح شده بود، امروز کل اروپا مسلمان شده بود. و اینها همین جنایت ها را انجام دادن تا به اندازه‌ای که سلطان سلیم اول مجبور شد که حمله بکنه به ایران، جنگ معروف چالدران که تا همدان را فتح کرد. و در همین اواخر صفویت بود که به خاطر ظلم و جنایاتی که اینها انجام دادن، مردم افغانستان به سطوح آمدن و محمود افغان با سپاهی از قندهار حرکت کرد و کل این هرات و مشهد و همدان و یزد و کرمان و همه مناطق رو فتح کرد تا رسید به اصفهان. سلطان محمود غزنوی نیست. سلطان محمود غزنوی نیست. غزنوی خیلی، این محمود افغان است، محمود هوتک. خب. بله. سلطان محمود آمد و خلاصه ایران رو فتح کرد و اصفهان رو تصرف کرد که پایتخت صفوی‌ها بود و پادشاه صفوی‌ها رو دستگیر کرد. و بعد از اون که دستگیر کرد، این آخرین پادشاه سلطان حسین بود، سلطان حسین صفوی بود فکر کنم، که آخرین پادشاه صفوی است. و این انسان دیوس، شما تصور بکنید که همه زنهای خودش رو بخشید به پادشاه افغانستان، گفت که در مقابل مرا ببخش. او را بخشید و خلاصه آزاد کرد. بعد از مدتی سلطان دوباره فکر کرد که چی کار کردی؟ زنهای خود رها کرد و خودش فرار کرد، بریم بیارینش. گفت رفتن سر رایش رو گرفتن و خلاصه سلطان صفوی رو آوردن و گردنش رو زد و توسط افغانهای قهرمان در اون موقع بزرگترین و جنایتکارترین حکومت صفوی در تاریخ که شیعه رافضی بودن، اینها سرنگون شدن و دوباره مردم ایران یک نفسی دوباره کشیدن. و بعد از اون جریاناتی که
نادر افشار آمد و خلاصه دوباره جنگ هایی بین مردم افغانستان و بین حدود تقریبا 25 سال افغان ها در ایران به این شکل حکومت کردند. پس الان متوجه شدیم که این دشمنی و این کینه و عداوتی که امروز بروز کرده است در مقابل افغان ها ریشه در تاریخ دارد، ریشه در تاریخ ایران، در تاریخ افغانستان، و سبب اصلی به وجود آمدن این کینه ها و عداوت ها حکومت های چرا قطع شده نیفهم. خدا کنه استاد دوباره داخل شوند که بسیار جالب است صحبتشان. انشالله که میاین. برای من خودم بسیار جالب است خواهرها و برادر عزیز. واقعا همین صفویات در تاریخ هم خوانده بودیم ولی هیچ وقت طور یعنی سرش توجه نکرده بودیم و فکر نکرده بودیم. واقعا بد و به حال کسی که یعنی مثل ما یا کسای دیگه که بس تاریخ خود خبر نداریم. شنو که استاد حتما خودشان متوجه شدن که برشان یک اول بتم که خواهر این آمدن انشالله پس دوباره هستن. ببخشید استاد در یک وقتی که به اصطلاح ما سر تا پا گوش بودیم و واقعا ما خودم خب از یک کسی که مکتبم رفتیم و کالج و دیگه خجالت میکشم که ما در مورد صفوی‌ها هیچ معلوماتی نداشتیم و این واقعا بسیار جالب است و برای نسل جوان مخصوصا برای کسایی که امروز صحبت شما تمام شد انشالله میگم واقعا آدم ایران میمانه که چطور ما مردم هنوز هم میگیم که ما برادر هستیم، ما هستیم و چرا اینطور هستیم. به هر صورت ادامه بدین، میره بسیار جالب است انشالله. بله. محمود اوتک گفتن که برادر میرویس اوتک است. بله یک کس نوشته. بله درست. بله. خلاص ایران به دست افغان ها فتح شد و این لکه ننگی که در تاریخ ایران بود به دست افغان ها پاک شد و بعد از اون منطقه یک نفس راحتی کشید. یعنی شما تصور بکنید جنایاتی که شاه اسماعیل صفوی، فقط شما کافی است در گوگل بنویسید جنایات شاه اسماعیل صفوی، جنایات شاه عباس صفوی، اینا یک فرقه داشتن به نام فرقه سگ‌ها یاد می‌شدن. شما فکر می‌کنید این فرقه سگ‌ها حتما یک سری سگ‌های وحشی و هار بودن که اینا تربیت کرده بودن که انسان‌ها رو بخورن؟ یعنی مثلا حمله می‌کردن به یک منطقه، علما، بزرگان، مشایخ، رؤسای منطقه رو می‌گرفتن و اینا رو تحویل می‌دادن به فرقه سگ‌ها. فرقه سگ‌ها هم اینها رو در ظرف 5 دقیقه اینها رو پاره پاره می‌کردن. شما چه فکر میکنید فرقه سگ‌ها چه نوع سگ‌هایی بودن؟ خواهر گرامی. حالا نه منم میارم میتونم نفسم تنگ شده باور کنید که شما داستان میگین. من دایستم من فرقه سگ‌ها وقت آیا هیچ یک حکومت اسلامی موجود نبود؟ کی بود در این زمان یعنی به سر قدرت غیر از صفوی‌ها در جهان عثمانی‌ها بودن؟ عثمانی‌ها بودن. عثمانی‌ها یعنی به اندازه اینها عثمانی‌ها رو به تنگ آورده بودن که هر روز می‌دیدین تا آنتالیا، منطقه آنتالیا که امروز در ترکیه شاید شنیده باشید. بله. تا اینکه حتی شیعیان آنتالیا را تحریک کردن بر علیه عثمانی‌ها. چه جنایاتی که اینها در مقابل عثمانی‌ها انجام ندادن. همین ترک‌های عثمانی امروز چرا حتی ترک‌ها از مردم ایران متنفرند و چرا ایرانی‌ها با ترک‌ها دشمنی دارن؟ شبی که در ترکیه کودتا شده بود اگر یادتان بیاد همین سپاه پاسداران ایران فیر هوایی می‌کردن، اردوغان رفت اعلان خوشحالی می‌کردن. اینها دشمنی ایرانی‌ها با ترک‌ها، با کردها و با افغان‌ها ریشه در تاریخ دارد. بر صورت از اون طرف که طرف آسیای میانه و حکومت‌های بودن توسط صفویات همه قتل عام شدن. برمیگردیم به فرقه سگ‌ها. فرقه سگ‌ها اینها انسان بودن، هزاران نفر انسانی بودن که خوراک اینا انسان‌ها. والله امروز اگر شما آدمخوارهای مثلا جنگل‌های آمازون گاهی اوقات میگن که در جنگل‌های بعضی از مناطق افریقا و امریکای جنوبی و شاید هم در مناطق امریکایی که شما زندگی میکنید یعنی انسان‌های آدمخوار هنوز هم زندگی میکنن. چند سال پیش یک دو تا کشیش رو که رفته بودن در جنگل اینا دستگیر کرده بودن، خلاص اینا رو پخته بودن خورده بودن. اینها انسان‌های آدمخوار بودن. از بس که گوشت آدم خورده بودن اینها یک بیماری‌هایی گرفته بودن، مثل سگ شده بودن. فقط نفر رو میگرفتن مثلا حمله میکردن به یک شهری،
علما و بزرگان شهر رو میگرفتن تحویل فرقه سگها میدادن، اینا ظرف چند دقیقه اینا رو لطو پار میکردن و خلاصه میخوردن، واقعا یعنی گوشت انسان میخوردن اینا. به هر صورت صفویت با همه این جنایاتی که انجام داد، اینها نابود شدن به دست افغانها و این کینه و عداوت از شروع دوران صفویت تا سقوط صفویت در دلهای اینها است. با کردها چرا مردم ایران دشمن هستند؟ این همه جنایت مثلا در کردستان میکنن، مردم کرد رو اذیت میکنن. کولبرای کرد بیچاره رو به خاطر که یک یخچالی تلویزیونی مثلا میاره قاچاق میکنه که بفروشه خرج زندگی خودش در بیاره، اونا رو میکشن. کردها رو به خاطر صلاح الدین ایوبی بد میبینن. صلاح الدین ایوبی و سپاهش که از کرد، از مردم شریف کرد بود. صلاح الدین ایوبی یکی از سلسله های جنایتکار خائن شیعه رافیزی که در مصر حکومت میکردن به نام فاطمیون، همین فرقه فاطمیون امروز در افغانستان که تأسیس کردن به نام اونها تأسیس کردن. فاطمی ها پایتختشان قاهره بود و سرزمین مصر را اشغال کرده بودند. اینا یک حکومت بسیار قوی داشتن و با همکاری یهود و نصارا بیت المقدس رو به صلیبی ها تسلیم کردن، همین فاطمیون. و همین دانشگاهی که امروز به نام دانشگاه ازهر ما میشناسیم، در حقیقت نامش بود دانشگاه زهرا و این رو شیعیان تأسیس کردن. یعنی اصل ساختمان دانشگاه ازهر مصر امروز که مراکز علم اهل سنت است، این رو مؤسسین شیعیان هستند و اینجا یکی از حوزه های علمی بزرگ اینها بود. صلاح الدین ایوبی مبارزین اهل سنت کرد را از عراق، از این مناطق کردستان اینا جمع کرد و ترک‌ها هم با اینا همراه شدن. میدانید که سلطان صلاح الدین ایوبی یک از وزرای در دربار سلسله که در شام حکومت میکردن، زنگی ها که میگفتن، یکی از وزرای اونها بود و این بعد از وفات او سلطان صلاح الدین به اصطلاح سر کار آمد، سلسله ایوبی‌ها را تأسیس کرد و هدف اصلی صلاح الدین ایوبی آزادی بیت المقدس بود. هرچه کوشش میکرد که بیت المقدس را آزاد بکنه، شیعیان نمیگذاشتن، تا اینکه سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت الله علیه مصر را فتح کرد. به او گفتن که تو میخوای مسلمان ها رو بکشی؟ مصر گفت تا وقتی که شیعیان در اینجا حکومت بکنن بیت المقدس را نمیشه آزاد کرد. و همین شد که بعد از فتح مصر توسط صلاح الدین ایوبی و سقوط حکومت شیعه فاطمی، موفق شد صلاح الدین ایوبی که قدس را فتح بکنه. تقریبا در قرن میشه گفت در قرن 14 یا 13 یا 14. به هر صورت با ملت کرد از اون زمان دشمن هستن، به خاطر اینکه صلاح الدین ایوبی یکی از سلسله‌های بزرگ شیعه رافضی رو حکومتشان رو در مصر سرنگون کرد. با ترک ها دشمن هستن، با افغان ها دشمن هستن، اصلا رافضی ها با همه بشریت دشمن هستن. به خاطر اینکه ما یعنی ریشه یابی بکنیم مشکلاتمان را، باید تاریخ افغانستان، تاریخ ایران، تاریخ صفویت، جنایت هایی که انجام دادن، اینها رو با هم بخوانیم و از تاریخ پند بگیریم. بر صورت خواهر گرامی برمیگردیم به موضوع اصلی برنامه، چون که به خاطر بیان واقعیت ها نیاز بود که ما یک سری مسائل تاریخی را بیان بکنیم. بعد از آمدن نظام جمهوری اسلامی در ایران، انقلاب خمینی، همه جهان اسلام، همه اهل سنت، حتی علما، دعوتگران، احزاب اسلامی، حتی اخوان المسلمین، رهبرای جهادی، همه امت اسلامی این را به فال نیک گرفتن که الان در ایران یک حکومت اسلامی میآید، شعارش اسلام است، شعارش اعلای کلمت الله است، شعارهایی که خمینی میداد، شعارهایی که طرفدارانشان میدادن. اما بعد از تقریبا 1 سال نگذشته بود که از پیروزی انقلاب ایران که ماهیت اصلی اینا آشکار شد و آن حمله به عراق بود، شروع جنگ با عراق بود و تحریک کردن صدام بود. گرچه صدام هم انسان کدام فرشته‌ای نبود، انسان خوبی نبود، اما اصل سبب اصلی جنگ خمینی و اطرافیانشان شدن و جنایت هایی که در طول 8 سال جنگ با عراق صورت گرفت. بعد از آمدن جمهوری اسلامی همزمان با انقلاب ایران در افغانستان انقلاب کمونیستی رخ داد و بعد از او 1 سال بعد اشغال افغانستان توسط روس ها رخ داد
و این سبب شد که مردم افغانستان به کشورهای همسایه مهاجر شوند، که سبب اصلی این رو دیگه لازم نیست که من تکرار بکنم. همه عزیزان آگاه هستند که جنایاتی که روس‌ها در افغانستان انجام دادن، قتل عام و جنگی که رخ داد، سبب شد که ملت ما به کشورهای همسایه مهاجر شوند و از کشورهای همسایه به سراسر دنیا پراکنده شدند. سبب اصلی جهاد مردم افغانستان آزادی افغانستان و جلوگیری از انتقال فکر کمونیستی و اشغال کشورهای همسایه بود. چون همه ما می‌دانیم وقتی جنرال های روسی وارد افغانستان شدن گفتن هدف ما ماندن در افغانستان نیست، هدف ما شستن چکمه های گلالود ما در آبهای گرم خلیج است، که ایران میگن خلیج فارس، عربا میگن خلیج عربی، ما میگیم خلیج اسلامی. هدف اصلی آنها رسیدن به نفت و گاز و آبهای گرم بود، هدفشان افغانستان نبود. و امروز ملت ایران و پاکستان به افغانها منت نگذارن که والا ما افغانها را جا دادیم. اگر همه افغانها نمی بودن، در افغانستان جهاد نمی کردن، جلب روس‌ها رو نمی گرفتن، سبب فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی نمی شدن، باور بکنید که امروز مانند مردم ازبکستان و تاجیکستان و ترکمنستان و قزاقستان در کنار اسم خانوادگی ایرانی و پاکستانی ها یک چف و کف و توف بود. مثلا می گفتن آیت الله خامنه ای پف، نمیدونم آیت الله رفسنجانی کف یا آیت الله فلان چف، چون که هدف اصلا رسیدن به آبهای خلیج بود و آبهای خلیج بدون اشغال ایران و پاکستان میسر نمیشد. مردم پاکستان، حکومت‌های ایران و پاکستان و افغانستان به ما خدمت نکردند، به ما احسان نکردند، خودشان را نجات دادند. ما احسان فراموش نیستیم. ما به اصطلاح قدر زحمات و همدردی ها و نیکی هایی که ملت شریف ایران و پاکستان با ما کردن را میدانیم و سپاسگزارم هستیم، اما بر ما منت نگذارن. اگر ما 1.5 میلیون شهید در افغانستان نمیدادیم، اگر ما مجاهدین ما، مردم ما با پای لج در مقابل ارتش تا دندان مسلح اتحاد جماهیر شوروی نمی ایستادن، بیش از 1.5 میلیون شهید و میلیون ها زخمی و معلول تا امروز که آثار بد این اشغال رو ما داریم در افغانستان میبینیم و تحمل میکنیم، اگر این صورت نمیگرفت امروز ایران و پاکستان توسط اتحاد جماهیر شوروی اشغال شده بود. امروز اسمی رسمی از ایران و پاکستان نمی بود و مردم ما بودن که جلو اینها رو گرفتن، جلو انتشار کمونیسم رو گرفتن، جلو توسعه طلبی اتحاد جماهیر شوروی رو گرفتن و اونهایی که به ما کمک میکردن، حتی از آن سوی مرزها آمریکا که به افغانستان و به مجاهدین افغانستان کمک میکرد، به خاطر خدا که کمک نمیکرد، به خاطر این کمک میکرد که انتقام جنگ ویتنام رو بگیرد، به خاطر این کمک میکرد که اتحاد جماهیر شوروی را تضعیف بکند، به خاطر این کمک میکرد که کمونیسم منتشر نشود در این مناطق. چون اگر منطقه خلیج توسط اتحاد جماهیر شوروی، همین عربستان و قطر و کویت و بحرین و ایران و همه این کشورهایی که در حوزه خلیج هستند، اینها اگر اشغال میشدن، شما میدونید که یمن 2 قسمت بود در زمان شروع جنگ افغانستان، یکی یمن شمالی بود، یکی یمن جنوبی. یمن جنوبی عملا توسط روس‌ها اشغال شده بود. در یمن جنوبی یک حکومت کمونیستی بود و یمن جنوبی با یمن شمالی و با عربستان اعلان جنگ کرده بود و جنگ هم شروع شده بود بین یمن شمالی و یمن جنوبی. این تاریخ 100 سال 200 سال پیش نیست، تاریخ 30-40 سال پیش است. با شکست روس‌ها در افغانستان یمن آزاد شد، حکومت کمونیستی یمن سقوط کرد و علی عبدالله صالح آمد و یمن کمونیستی رو فتح کرد یا به اصطلاح آزاد کرد. پس همه این کشورها و همه دنیا مدیون جانفشانی و قربانی های ملت افغانستان هستند و این افغانهای ما که رفتن به پاکستان، که رفتن به ایران، سربار ایران و پاکستان نبودن. بله. کار کردن، زحمت کشیدن. باور به خدا بکنید که بدترین، من شاهد بودم، از پاک کردن خیابان ها، جمع کردن آشغال ها، لوله کشی های آب، لوله کشی های فاضلاب، ساختن ساختمان ها، بند های برق، بلند منزل هایی که در شهرهای بزرگ ایران هست تا همه کارهای شاقی که در ایران
و حتی در پاکستان صورت می گرفت توسط کی بود صورت می گرفت؟ توسط همین افغان ها بودن. اینها زحمت کشیدن، اینها با عرق جبینشان، با دسترنجشان یک لقمه نان برای خودشان و برای فرزندانشان، برای خانوادهشان تعیین کردند. پس هیچ کس بر مردم افغانستان منت نگذارد، حق منت گذاشتن هم ندارن. اولا ما به خاطر شما قربانی دادیم، ما به خاطر امت اسلامی قربانی دادیم، ما به خاطر خلیج و همسایه هایمان قربانی دادیم. ما تا امروز این همه بدبختی و دربدری رو داریم تحمل میکنیم به خاطری که شماها را از کمونیست ها نجات دادیم، از ارتش سرخ اتحاد جماهیر شوروی نجات دادیم. اما این همسایه های نمک نشناس و این همسایه های بیمهر و این همسایه های ظالم و ستمگر ما همه این نیکی های ما را فراموش کردن. امروز با مردم ما طوری افغانی هست چرا بر نمیگردن به کشورشان؟ امروز میلیون ها ایرانی در ترکیه، در آلمان، در هلند، در فرانسه، در کشورهای مختلف جهان زندگی میکنن. اگر همین کشورها تصمیم بگیرن که اینها رو اخراج بکنن، آیا مردم ایران باز همین حرف را خواهند زد که خب ایرانی هستن چرا بر نمیگردن به کشورشان؟ همین چند روز پیش شنیدیم که در تاجیکستان هم شروع کردن به اذیت و آزار مهاجرین افغانستان و دارن مهاجرین را از اونجا اخراج میکنن. اینها دیگه نهایت نمک نشناسی است. ما در اوج جنگ داخلی، در اوج قحط و بدبختی و دربدری بیش از 5 میلیون مهاجر تاجیکی رو در افغانستان جا دادیم. از شبرغان و میمنه و فاریاب گرفته تا بلخ و کمپ سخی و تا کابل و تا قندوز و تخار و بدخشان و تا این مناطق مردم ما نان خوردن نداشتن. خانواده های مهاجرین تاجیکی رو در وقت جنگ داخلی تاجیکستان در دهه 90 در خانه های خود جا دادند. من با انسانهای پیر تاجیک صحبت کردم، میگه که امی افغان ها میگه بسیار مردم با غیرتی بودن، بسیار مردم. گفتم چطور؟ میگه والا 2 تا اتاق داشت، یکیش خودش و زن و بچه‌ش زندگی میکرد، یکیش برای من و زن و بچه‌م داده بود. ما همین ملت تاجیکستان 5 میلیون مهاجر تاجیکستانی را در بدترین شرایطی که جنگ داخلی بود، دوستم و گلمجم از یک طرف، حزب اسلامی و جمعیت و اتحاد از یک طرف، هزارها از یک طرف، کابل به خاک و خون کشیده شد. در اوج جنگ داخلی و بدبختی ما میلیون ها مهاجر تاجیک را در افغانستان جا دادیم. نان خود ما را با آنها تقسیم کردیم، خانه های خودمان را، اتاق های خودمان را، فرش و ظرف ما را با آنها تقسیم کردیم. امروز این حکومت بدبخت و نجس کثیف رحمانوف مهاجرین افغانی رو، زن و بچه مردم را از کوچه پس کوچه‌های دوشنبه میگیره، دیپورت میکنه. یا این جنایت هایی که آخوندهای رافضی ایرانی در حق مهاجرین افغانی انجام دادن. خواهر گرامی فقط 5 دقیقه اگر به من وقت بدید بفرمایید استاد. نمازم را بخوانم و بعد از اون ان شاء الله دوباره در خدمت شما خواهم. درست است استاد، شما تا شما برین ما یک کمک در این موضوع صحبت بفرمایید ان شاء الله. تشکر. خواهش میکنم. خواهر و برادرای عزیز، واقعا چقدر جالب است که آدم همین خود نالج یا فهم، دانش، مطالعه، سواد چقدر برای انسان یعنی اهمیت داره. شما ببینید وقتی که امیال ما معلوماتی را که برای ما استاد داد، ما خودم یعنی تقریبا اگه بگم یک 20% شم یادم نمانده بود. برای اینکه ما خود افغانستان که اگه تاریخ می‌خوندیم، جغرافیا رو می‌خوندیم، هر کدامش تو ضبط می‌کردیم که اونجا بریم امتحان بتیم و دمو کامیاب شویم. ولی پسانا سر از او قدر یعنی فرصتش نشد و بسیار مسائل در خود افغانستان واقع شد. ما فقط توجه ما سالهای سال برای بود که چرا کمونیستا آمدن، کمونیستا چی ایدئولوژی دارن، هدفشان چیست. عمرها گرفتیم ما و در همین جنگ هایی که خود ما در بین خود داشتیم. واقعا ما فکر میکنم که مسئولیت هر کدام ماست. اول میال ما میخوایم از کسایی که شما برنامه رو میبینین لطفاً شریک بسازین. همین برنامه ها را که میبینید که چقدر مهم است برای جوانایتان، برای کسایی که میفهمین که اونا در همین تلاطمی که در فعلا در جهان مخصوصا در بین افغان ها و در بین ایرانی ها و همسایه ها و مشکلاتی که هست، یک کمی معلومات بتین. یک افغان با خدا باور که من در هر جایی که باشم وقتی که پرسان میکنم میگه از کجا هستی، من میگم من یک افغان، I'm a proud Afghan. من یک افغان با یعنی افتخار میکنم که من یک افغان هستم. برای اینکه تا جایی که من مردم خدا و تاریخ خدا چیزی را که یعنی که من اندک میفهمم،
واقعا افتخار میکنم و دوران هایی که اینا واقعا وقتی که استاد تشریح کردن آدم میبینه که چطور ظالما را می افغان ها بودن که از بین بردن و با دست خالی با تمام دشمنی هایی که از همسایه ها در پلویشان بود، ولی الحمدلله این ملت واقعا یعنی ملت مجاهد است و پروردگار عالم امروز ما را یعنی ملت ما را باور کنید که اینمی کسایی که آمدن، حالا اگر شما چی رو باشین یک کمک کنم چی رو ما برای خدمت شما بمانم در این وقت فعلا که الحمدلله می کمک هایی که فعلا از برای مهاجرین میرسه، یعنی خود احمدزی صاحب و باشین که ببینین اینا وقتی که صحبت میکنن در تمام صحبت های خود این نفرایی است که پیام میه و اونجا شما لوگوی صدای حق هم میبینین که کمک های شما رسیده الحمدلله و این کسایی که مهاجرین که میاین هر کدامشان کمک میشن. باز بر از اینا فیصل جان و معاون صاحب احمدزی اینا در دفعه میگن که ملت ایران مردم شریف هستن، مردم خوب هستن، این دولت بود و این کسایی بود، یعنی اینقدر ما یک مردم نجیب و شریف و اینقدر مردم خوب هستیم که با مشاهده تمام امی حالات را که میبینیم و تمام امی مشکلات و چیزی را که ما میبینیم، ولی با وجود از آن میبینیم که یعنی ما کوشش میکنیم که اما به اصطلاح مردم بسیار با عزت هستیم، مردم بسیار یعنی منتدار خودم میگیریم که شما در قدر سال ای افغان ها را جای دادین و فکر میکنیم که اینا با ما نیکی کردن، در حالی که شما میبینین که نه تنها اینا از ملل متحد از هر طرف اینا کمک ها برشان میرسید، تو نبود که مهاجرین اینا مفت نگاه کرده بودن، خودم این دولت های خائن و جنایتکار چی پاکستان چی ایران بسیار کمک ها از هر طرف گرفتن به نام مهاجرین افغان و خود مهاجر برش هیچ چیز نرسید، تمام روز کار کرد و تمام روز قبول کرد، تمام روز به اصطلاح قرد کرد تمام صحبت های را. من یک وقت یادم است با امرای یکی از هموطنای ما چندین سال قبل بود از ایران آمده بود و بسیار شکایت میکردم، راش صحبت میکردم و گفت که من در یک جای در یک تعمیر بود، گفت در اونجا کار میکردم، می خشت میدادیم، خشت میندادیم به چی در افغانستان هم بود نه، وقتی که خشت مینداختن بالا بازی نفر میگیره بازو بر از دیگه مینداخت، گفت هر دفعه که اون نفر که از پایان بود خشت مینداخت، گفت هر دفعه میگفت که خداوند از ما یعنی از گناهش بگردن خودشان، میگه حضرت عمر دو میزد، میگفت که لعنت به عمر، چطور عمر، میگه هر دفعه باور کنین که اینقدر بر من سخت تمام میشد، میگه یک دفعه دیگه بسیار غیرتم به جوش آمد، گفتم که یعنی باز هم کار بد کردم خود از یام از نافهمی و از زختش بود، میگه من حضرت علی را دو زدم، من گفتم که لعنت یعنی از چی ما نباشه نعوذ بالله و حضرت علی من داشتم، گفتم تو چطور آدم نافهم بودی، تو چرا این کار کردی؟ با خدا خوراک تو یک روز سر مردم، من میگفتم که اینا بخی حضرت علی را مثل خدا پرستش میکنن دیگه. بعد از اون میگه تحمل نداشتم دیگه که هر دقیقه یک مزدورکار دیگه از پایان میگه او بر من خشتم انداخت، با هر دفعه لعنت به حضرت عمر میگفت. یعنی شما فکر کنید که چی روزهایی را در چی جایی که هر کدام از این مهاجرین که آمدن چه قصه هایی دارن، اولادهایشان هر کدام شکل تا امروز صحبت میکنه، میگه در مکتب گریه میکنن که به ما بسیار به نظر کم میدیدن. ای کاش که مردم سواد بسیار خوب است، مطالعه تاریخ خوب است، انسان ها واقعا از تاریخ باید بیاموزن و یکی دیگه خود بشناسن. اولی که ما کل ما اولاد آدم علیه السلام هستیم، همه میگیم ما یعنی پدر خواهر و برادر هستیم و بعد از او باز امت اسلامی در ما بین میه و اون کسایی که داد ازی میزنن که ما هم به خدای واحد عقیده داریم و به حضرت پیغمبر به حیث پیغمبر خود میشناسن و قرآن قبول دارن، اونا چطور میتونن که به همراه یک مسلمان دیگه هم تو یک روش و یک روی داشته باشن؟ و یکان دفعه بعضی کسا شکایت میکنن که والا شبکه‌های وصال حق و کلمه و این و آن اینا کلشان بین ما برخلافی و نفاق بین ما داخل چی میکنن، یعنی بین شیعه و سنی مندازن. این آدمای بی‌سوادی صحبت میکنن. اینمیا بودن، همین شبکه ها بودن که امروز حقایق برملا ساختن، امینا بودن که برای مردم تاریخ گفتن، همین زحمات را که امروز هر یک مثلا از استاد فاتح از یعنی تمام همکارا و کارکنای مثلا ایرانی صاحب از شبکه وصال حق اونا، هر کدام از اینا رو شما که میبینید با اسناد
اینا تاریخ بیان میکنن، ولی ما مردم کل ما توجه ما به کجاست؟ در مسائل تفریحی و ساتیری و باز بسیار شده یک دفعه میایم که والا مهاجرین ما را ایرانی‌ها کشیدن، ما ایرانی‌ها چطور هستین، چه کار هستین، باز یک بحث‌های بسیار زیاد میان خالی بحثایی میکنیم که واقعا او یعنی شرم‌آور است. باید تاریخ بفهمیم، باید برای دیگرها بفهمانیم که اونا هم بفهمن که تاریخ وطن ما. بله سلام علیکم. بله سلام علیکم. و علیکم السلام رحمت الله. بفرمایید. سلام. میخواستم ما یک چشمدید خود از پاکستان در دوره هایی که ما میرفتیم از افغانستان به هندوستان، بله، و زمان شاه و وقتی که هنوز مجاهدین نرفت پاکستان، اما رو بهتان در میان بگذارم اگه اجازه میدادین. تا که امی استاد بیاین شما اگه صحبت کنین که بعد از اون نام وقتشان کم می باشه. بفرمایید. بله، ما از طرف رادیو افغانستان رفتم برای هندوستان در آل اینجا رادیو. وقتی که در هند رسیدم، در پاکستان رسیدم، یک منطقه است که به نام بورداژ است، نزدیک شهر پاکستان است، شهر داخل پشاور است. اونجا دیگر که میشد منطقه علاقه غیر میشد و داخل پشاور که رفتم در هتل بودم که اونجا ما شب تیر میکردم. نفر هتلی گفت که بعد از شام دیگه نبید که علاقه منطقه غیر میشه. و یک روز دیگه برتا شدم که یک ابان ماشمای موتر بنز داشتیم، پاکستانی آمد در مجدور میخوند داستنگ گاده ده خدای ده پتان سنگ گاده لری بنز نیده بودن. از پشاور که رفتم تا به سرحد هند، در راه یک موتر که میمد دیگه موتر کنار میرفت، سرک نداشتن. بله. بعد از دوری که وقتی که مجاهدین رفت که من خودم اونجا دفتر فیلم ساختم به نام دفتر اداره مرکزی مجاهدین در اونجا در سرکا کی شد و من اینا چون دکتر استاد آمد من خلاص میگم. انشالله میشه که میره بعد از برنامه‌ای که بعد از اینکه استاد تمام کردن شما با صحبت کنین. عمله خوش همه دیگران. تشکر. سلامت باشین. بفرمایید استاد محترم. واقعا سلام دوباره خدمت. بسیار از این صحبت شما بسیار لذت بردم و در عین زمان بسیار متاثر میشم استاد، برای اینکه چرا یعنی ما خودم که هم معلم بودیم و هم درس خواندیم، تحصیل کردیم، در امریکا زندگی کردیم، در تمام در مسائل میدیا و دیگه یعنی مصروف بودیم. همین روز که شما یعنی معلوماتی که میتین ما خجالت میکشم که ما چقدر کم میفهمم در مسائل تاریخی ما، در مسائلی که واقع شده و آدم میبینه که در تاریخ چقدر انسان‌های چیز ظالم بودن. ما میال موضوع غزه را که میبینیم ما را بیمار کرده و خدا باور کنه که اکثریت ما را به کلی همونطور زندگی‌های ما را بر هم زده. ولی آدم وقتی که قصه شما، داستان شما و موضوع تاریخ قصه نخواینید و واقعیت‌های تاریخی را که شما وقتی که میگین، آدم میبینه که واقعا چقدر روزهای سخت و دشوار را در تاریخ انسان‌ها گذشتاندن و خوشا به حال ملت ما که قدر سربلند همیشه اینا فاتح بودن، مجاهد بودن و این افتخار باید داشته باشن. یعنی انشالله شما مشنوین باقی. بله، با سلام دوباره خدمت شما و همه عزیزان بیننده. خب سریع میگذریم از تاریخی که گذشت. عزیزان ما همطوری که شما فرمودین باید مطالعه بکنن، ببینن، ریشه یابی بکنن مشکلاتی که بین ملت ها وجود دارد، در حالی که ما همه یک امت هستیم. الله سبحانه و تعالی ما را امت اسلام، ان هذه امتکم امت واحده، ما یک امت هستیم، اما بر اساس قوم، بر اساس جغرافیا، بر اساس اعتقادات، افکار و عوامل مختلف ما را از هم جدا کردن. امروز مردم ایران رو ببینید، گاهی اوقات واقعا ما انسان‌های متعصب نیستیم، قوم پرست نیستیم، نژاد پرست نیستیم، اما با افتخار چی میگن؟ مولانای صاحب مثنوی ایرانی است. پس برای خدا زمین و زمان، انس و جن میفهمند که مولوی از بلخ است، در بلخ به دنیا آمده. خواجه عبدالله انصاری یکی از عرفای بزرگ ایران است، در حالی که او از هرات است و تنها از شهر بلخ خواهر گرامی یکی از
یکی از دانشجویان، یکی از معاصرین عربستان در دانشگاهی به نام دانشگاه ملک سعود که از دانشگاه یعنی در رتبه اول هست در بین کشورهای اسلامی، در ریاض پایتخت عربستان سعودی پایان نامه دکترای خودش رو در مورد 500 عالمی که تنها در بلخ زندگی می‌کردند و به اسلام و به فرهنگ اسلامی و به علوم اسلامی خدمت کردند. شما تصور بکنید تنها یک زمانی در همین شهر بلخ که امروز به اصطلاح مرکز مزار که به اصطلاح مزار شریف مرکز ولایت بلخ است، در بلخ بیش از 500 عالم در علوم مختلف اسلامی سرآمد امت اسلامی بودند. بعد همه این علما و همه حتی به تاریخ یک قرن گذشته ما هم رحم نکردند. سید جمال الدین افغانی رو میگن سید جمال الدین اسدآبادی ایرانی است. علما و شاعرایی که در داخل ایران هستند، من تحدی میکنم، چالش میدم از بین عرفا و شاعرای بزرگ یک شیعه رو بیارم. حافظ سنی شافعی است، سعدی سنی شافعی است، فردوسی سنی حنفی است، عمر خیام سنی است، یعنی عبید زاکانی سنی است. همه عرفا و شاعرای بزرگ این خطه‌ای که از همه اینها از اهل سنت هستند، همه اینها ریشه در اعتقادات اهل سنت و اکثر اینها از شهرهای بزرگی مانند غزنه و هرات و بلخ و از کابل و از طالقان و از جوزجان. شما فکر کنید جوزجان یک وقتی یکی از مراکز علم و فرهنگ علوم اسلامی بود است. بر صورت بعد اینا میان همه اینها ایرانی هستند، تاریخ را تحریف میکنند، تاریخ ما را مصادره میکنند، تاریخ امت را مصادره میکنند. تاریخ امت اسلامی است، این تاریخ مختص افغان ها و تاجیک ها و نمیدانم ایرانی ها و عرب ها و عجم ها نیست. شما اصلا امروز عرب ها با تعجب و با افتخار میگویند که اکثر علما و فقها، مفسرین و محدثین بزرگ اسلام از عجم هستند. امام بخاری عرب نیست، امام مسلم عرب نیست، امام ابو حنیفه عرب نیست، امام ابو داود سجستانی عرب نیست، فخر رازی عرب نیست. خیلی از علمای بزرگی که هستن اینا عرب نیستن. همه اینها از همین خطه‌ای هستن که امروز تقسیم شده به نام ایران و افغانستان و کشورهای آسیا میانه و غیره. اما بیایید بریم به تاریخ از آنجایی که صحبت می‌کردیم که بعد از اشغال افغانستان توسط اتحاد جماهیر شوروی و جنگ یا جهاد مردم افغانستان بر علیه شوروی‌ها، در اینجا ایرانی‌ها با حکومت ایران میزبان شاید 4 الی 5 میلیون مهاجر بودند. در پاکستان هم همین تعداد کمتر یا بیشتر ما مهاجر داشتیم. اما آیا سبب استمرار جنگ و بدبختی‌های ملت افغانستان ایران و پاکستان نبودن؟ این رو هم باید ریشه یابی کرد. امروز به ما منت میگذارن که ما افغان‌ها رو، مهاجرین رو ما قبول کردیم. اولا همین مهاجرینی که در ایران و پاکستان بودن 10 برابر کمک‌هایی که به اینها میشد سازمان ملل، کشورهای منطقه، کشورهای جامعه جهانی کمک میکرد و ایران و پاکستان کمک‌ها رو میگرفتن و بدترین و تاریخ تیر شده ترین اجناس خودشان را در بین مهاجرین به نام کمک تقسیم میکردن. همه ما به یاد داریم در پاکستان گندم سفیدی که از اروپا و آمریکا کمک میشد برای مهاجرین افغانی، پاکستانی ها میگرفتن، در مقابلش گندم گندیده و سیاه و تاریخ تیر شده پاکستانی رو با مهاجرین میدادن. برنج همینطور، روغن همینطور. و این کشورها به قول ما افغانها بای شدن سر همین مهاجرین اینا اقتصادشان تقویت شد. شما در همین پشاور و در لاهور و در کراچی کوچه به کوچه میگشتین 100 روپیه رو کسی برای شما میده نمیکرد. بعد از آمدن مهاجرین سرک‌های اینا آباد شد، خانه‌های اینا آباد شد، کارخانه‌های اینها درست شد. همین افغان‌هایی که در ایران رفتن به هزاران فابریکه تأسیس کردند، به هزاران شرکت تأسیس کردند و به هزاران بلکه میلیون‌ها ایرانی ایجاد شغل کردند. شما یک سرشماری، متاسفانه مردم ما نمیخوانن، نمیبینن، یک سرشماری که خود حکومت ایران انجام داده و نشر شد چند سال گذشته نشان میداد در استانها یا ولایت هایی که در آنجا افغان ها هستند سطح بیکاری تقریبا 0 است
و در ولایت هایی که افغان ها نیستن در آنجا سطح بیکاری بین 20 و 30 تا 40% است. سبب چی است میدانید؟ افغانی میاد اونجا مثلا یک فارم مرغداری درست میکند. آیا درست کردن یک فارم مرغداری گرفتن شغل و کار از ایرانیا است یا ایجاد شغل و کار برای ایرانیا؟ در این فارم ایرانیا کار میکردن. برای تهیه موادی که لازم است برای یک فارم مرغداری 10 کارخانه دیگر از قوطی و کارتن و به اصطلاح پکینگ و خلاصه 1001 کارهای دیگری که در پی دارد یک فارم مرغداری برای ایرانیا ایجاد شغل کرده بود. در اقتصاد ایران اینا همکاری کردن. حتی در جنگ ایران و عراق افغانها به نفع ایران در جنگ متاسفانه شرکت، ما میگیم متاسفانه امروز که ای کاش نمی‌کردن. به هر صورت یعنی افغانها سربار مردم پاکستان و مردم ایران نبودن. وانگهی ایران در دوران بعد از اشغال روس‌ها در افغانستان در حق افغانستان، در حق مردم افغانستان خیانت کرد، همونطوری که پاکستان خیانت کرد. شما خواهر گرامی به یاد دارید که ایران 12 حزب شیعه در افغانستان تأسیس کرد. حزب الله افغانستان، سپاه پاسداران افغانستان، حرکت انقلابی افغانستان، جندالله افغانستان، سارالله افغانستان، نمیدونم فلان 12 حزب شیعه در افغانستان تأسیس کرد. برای چی؟ برای به قدرت رساندن شیعیان به نفع ایران در افغانستان. همین شیعیانی که سالها در کنار برادران اهل سنتشان در افغانستان در ناز و نعمت زندگی کردند. شما شاید بیشتر از من اطلاع داشته باشید، ازدواج شیعه و سنی در افغانستان بود، روابط خویشاوندی بود، زن سنی بود شوهرش شیعه بود یا شوهرش سنی بود زنش شیعه بود، در یک مسجد نماز می‌خواندند، در زنده و مرده هم دیگه با هم شریک بودند. وقتی که این حزب‌ها رو درست کردن در افغانستان، مسئله توهین به صحابه و مسائل شیعه و سنی رو مطرح کردن. شما رو به خدا قبل از ایجاد همین احزاب شیعه شما اصلا در افغانستان میفهمیدید که شیعه یعنی چی؟ سنی یعنی چی؟ نبود. اینا رو ایجاد کردن. در جنگ داخلی همه 12 تنظیم شیعه رو همین ایران جمع کرد برای ما حزب وحدت درست. در همین حکومت جمهوری در شروع حکومت بیش از 19 وزیر و معاون وزیر از شیعیان در همین حکومت بودند. همه اینا به خاطر فشاری بود که در دوران جهاد خیانت هایی که در مناطق شیعه نشین به مجاهدین اهل سنت شده است، شما شاید از زبان مجاهدین شنیده باشید. کاروان های مهاجرین که از مجاهدین که از مناطق اینا میگذشت باید چند فیصد از سلاح خودشون را به اینها میدادن، باید در رستوران های اونها غذا میخوردن به زور. یعنی من با مجاهدین گذشته‌ای که الان بعضیشون فوت کردن الله متعال رحمتشون بکنه، میگفتن که ما وقتی مناطق اینا رد میشدیم، همین احزاب شیعی که ایران تأسیس کرده بود رستوران درست کرده بودن، چای سرد میدادن، غذای تاریخ تیر شده سرد میدادن. وقتی که اعتراض میکردی میگفت که اگر نمیخوری پولشو باید بدی. پس ایران در ایجاد جنگ داخلی در افغانستان شریک است. در استمرار این بدبختی و این دربدری که ملت ما دچارش است ایران شریک است، همچنان که پاکستان شریک است، همچنان که کشورهای دیگه شریک هستند، هر کدام به نفع خودشان. ما فعلا چون موضوع ایران است در مورد ایران صحبت میکنیم، وگرنه بقیه هم دست کم از اینها نه. چینی ها در افغانستان احزاب درست کرده بودند به نفع خود، هر کشوری به نفع خود، آمریکا به نفع خود، کشورهای عربی به نفع خود. اصلا یک زمانی در اواخر جهاد افغانستان با پیشاور شده بود مرکز جاسوسی همه کشورهای جهان، هر کس به نفع خود، حتی از کشورهای حتی مصر، حتی لیبی، حتی سودان در اونجا فعالیت میکردن. پس اینها در ایجاد جنگ داخلی و استمرار این بدبختی و دربدری ما شریک هستند، مسبب این بدبختی ها هستند. ای کاش اینا مداخله نمی کردن. من از یک شخصی که قابل اعتماد هست و بین من و بین احمد شاه مسعود فقط این شخص است، شخص دیگری وجود ندارد. میگه یک روز در مجلسی نشسته بودیم، میگه یک وقتی پسشو پیشو شد به قول ما افغانا، گفتن که سفیر ایران در کابل آمده است به دیدن عامر صاحب. خب میگه این شخصیت، حالا من اسمش رو ذکر نمی کنم، شخصیت خیلی مهمی است، از افغانستان هم نیست. میگه من رو عامر صاحب گفت که تو برو پشت یک پرده بود، اتاق دیگری بود، برو در اونجا که تو رو نبینه در اینجا.
خلاص میگه سفیر آمد، یک ربع ساعتی ملاقات کردن. بعد از اینکه سفیر رفت بیرون مرا صدا کرد میگه یک بریفکسی گذاشته بود، میگه جلویش، میگه باز کرد، گفت نگاه کن، میگه پر بود از دلار. گفتم عامر صاحبی چی است؟ برای چی؟ گفت ایره سفیر ایران برای ما آورده که جنگ با حکمتیار نباید متوقف شود. والله الذي لا اله الا هو، این طرف شخصی است که به اندازه خودم بالای او اعتماد دارم. گفت به من، مسعود به من گفت که ببین این پول را آورده سفیر ایران که جنگ با حکمتیار نباید متوقف شد. اینها در جنگ های داخلی ما آقای زمانی شاید شنیده باشید، ابو شریف، سرچ بکنید در اینترنت ابو شریف ایرانی کیست، با کیبورد فارسی سرچ بکنید ابو شریف ایرانی. شما همین الان سرچ بکنید شاید تصویرش برای شما بیاد، به بینندگان نشان بدید. ابو شریف یکی از فرماندهان سپاه پاسداران ایران بود که انقدر ریش گذاشته بود تا ناف در کنار همین مجاهدین. یک روز در کنار حکمتیار صاحب بود، یک روز در کنار مسعود بود، یک روز با ربانی بود، یک روز با سیاف بود. بعد از این که طالبان در امارت اول افغانستان رو گرفتن، این شخص به ایران برگشت. 25 سال در افغانستان در کنار مجاهدین ما بود، با اونها کمک میکرد به تنظیما. در یک مصاحبه در تلویزیون ایران گفت که من از طرف حکومت ایران وظیفه داشتم که در افغانستان برم، در بین مجاهدین اونجا به نفع منافع جمهوری اسلامی در اونجا خدمت بکنم. این شخص در پیش حزب اسلامی آمده بود، گفته بود که من شیعه بودم سنی شدم. 24 ساعت همراه حکمتیار صاحب و همراه ربانی و سیاف، همین رهبرای ما نشست و برخاست داشت. و یکی از اسباب جنگ‌های داخلی بین تنظیم‌های جهادی همین ابو شریف ایرانی است. اینها مملکت ما را دربدر کردن، مملکت ما را با آتش کشیدن، خانه و زندگی مردم ما را به خاطر منافع استراتژیک خودشان خراب کردن و امروز به ما منت میگذارن که والا افغان‌ها آمدن در مملکت ما و افغان‌ها این کارو کردن، این کارو کردن. در همین سقوط امارت اسلامی و اشغال افغانستان توسط آمریکا 1000 بار ما کلیپ‌هاش رو نشان دادیم. خاتمی رئیس جمهور وقت ایران میگوید که اگر ما نبودیم آمریکا نمیتوانست عراق و افغانستان را اشغال بکند. احمدی نژاد میگه که ما با آمریکا همکاری کردیم که افغانستان را اشغال بکند. 20 سال اشغال، دربدری، جنگ، بدبختی، سببش کی است؟ سببش همکاری ایران است. پس در همه بدبختی های ما در طول این 40-45 سال این حکومت رافضی آخوندی جنایتکار نقش داشته است. بله. و در بدبختی ملت ما اینها سهیم بودن. جنگ شیعه و سنی رو در منطقه کی به راه انداخت؟ آیا قبل از حکومت آخوندی رافضی شیعه در منطقه، در کل همین کشورهای اسلامی، ما یک مورد جنگ شیعه و سنی داشتیم؟ در پاکستان جنگ شیعه و سنی رو اینا به راه انداختن، در افغانستان اینا به راه انداختن، در آفریقا اینا به راه انداختن، در عراق، در سوریه. شما رو با خدا تصاویرشو دیگه اگر نسل جوان ما که 10 سال 15 سال پیش کوچک بودن ندیدن، شما که دیدید کودکان مظلوم سوریه رو با بمب‌های شیمیایی همین سپاه پاسداران در غزه در طی 2 سال 50 یا 60 هزار نفر به شهادت رسیدن. در طول 10 سال بیش از 1.5 میلیون زن و کودک سوریه‌ای رو همین فاطمیون و زینبیون و آشغالیون و همین سپاه پاسداران و همین ها آمدن قتل عام کردن. اما متاسفانه این است که رسانه های ما در دست این هاست، علم و فرهنگ و کتاب و وبسایت و همه چیز در دست این هاست. ما مردمی هستیم خواب برده، هرچی که اونها به ما گفتن ما باور میکنیم. 12 روز یک درامه‌ای به نام جنگ ایران و اسرائیل شد. علمای ما، دعوتگران ما، جوانان ما، فرهنگیان ما، همه ما از حکومت جمهوری اسلامی دفاع میکنیم. بله ما از مظلوم در مقابل ظالم دفاع میکنیم، اما آیا جنایت نظام ایران کمتر از جنایت اسرائیل است؟ در طول بیش از 124 سال اشغال فلسطین، سرزمین فلسطین توسط یهودیا، تا امروز باور کنید که 1 میلیون فلسطینی شهید نشده. اینا در طی همین 20 سال اخیر در عراق و سوریه و در همین مناطق بیش از 5 میلیون انسان رو اینها قتل عام کردن، فقط به خاطر اینکه سنی هستند. در کنار بشار اسد
نصیری شیعه اینها ایستادن. همین دیروز پریروز اسرائیل به سوریه حمله کرد. همین درزی ها امروز متاسفانه مردم ما نمیخوانند، نمیفهمند درزی ها کیا هستند که اسرائیل به نفع اونها آمد وزارت دفاع سوریه رو بمباران کرد، چندین نقطه نظامی رو بمباران کرد، قسمت هایی از خاک سوریه رو هم اشغال کرد. این درزی ها کیا هستند؟ خواهر گرامی، درزی ها میدانید چیه هستند؟ که در طول تاریخ حتی در زمان عثمانی ها اینها برای عثمانی ها به نفع صفوی ها ایجاد مشکلات میکردن. در هر زمان حکومت شیعه از اینها حمایت کرده. امروز اسرائیل میاد چون ایران وظیفش تمام شد، در سوریه نمیتواند مداخله بکند، اسرائیل به نفع شیعه ها میآید با اهل سنت درگیر میشود. چرا؟ سبب این چی است؟ اما بعد از جنگ 12 روز درامه‌ای که درست کردن، چرا ایران آمد روز 13 مسئله اخراج مهاجرین افغانی را در ایران مطرح کرد؟ از نگاه روانشناسی بله. موضوعی که می‌خواستیم امروز سرش که چرا در این وقت اینا تصمیم گرفتن، یعنی این مردم خود در ایران که بودن یکی خب میگن براشون یک وقت داده بود، مگر این تصمیم از اینا چرا در مت یک وقت اساس در مت یک وقت اینا باید تو دفتن و همگی باید براین؟ همین بسیار برای کار یک معماری بود که بفهمیم که چرا در این وقت. بله، در روز 13 ما دیدیم که شروع کردن به اخراج مهاجرین افغانی و ادعا کردن که در بین مهاجرین افغانی کسانی بودن که برای ایران برای اسرائیل جاسوسی میکردن. دلیل اصلی همینو قرار دادن. شروع کردن به دستگیری مهاجر. مردم ایران هم وقتی از رسانه ها این سخنان را شنیدن که افغانی ها جاسوسی کردن برای اسرائیل و به همین سبب هست که اسرائیل بعضی از نقاط مهم نظامی و دولتی ایران را هدف قرار داد. خواهر گرامی، یک حقیقتی است که در بین همه افغان هایی که در ایران زندگی کردند و تا هنوز هم هستند و تا امروز یک نفر به تهمت جاسوسی برای اسرائیل دستگیر نشده است. یک نفر بر او تهمت جاسوسی برای اسرائیل ثابت نشده است. این مطلب رو پریروز یکی از مقامات ایران در تلویزیون رسمی ایران این رو ذکر کرد که اینها جاسوس نبودن. من چون فیلمش رو نمیتوانم برای شما پخش بکنم، صدای این طرف رو من برای شما پخش میکنم، گوش کنید. با حراسیه. ببینین، من یک گزارش مستند همین دیروز بعد از ظهر یه جلسه داشتم با یه سری از مسئولین امنیتی، اعلام کردم به من که حتی از بعد از شروع این جنگ حتی یک مورد جاسوس تو این جاسوسی که بازداشت شدن، حتی یک مورد از اتباع نبوده. یعنی از زمان شروع این 12 روزه تا الان که داریم با هم صحبت میگم حتی یک مورد. ببین این که یه سری از اتباع به ویژه از برادران افغانی تو کشور ما غیر مجاز بودن، من بس اینا باید برن غیر مجازا برن، ولی یه جوری نشه که اینا خیلیاشون مدافع حرم بودن. ما هزاران شهید و جانباز از اینا داریم. بعد ببین خدا نکرده اینا که میتونن نقطه قوت ما باشن، خدا نکرده تبدیل بشن به اینکه آقا وقتی میگم جنگ تمدن یعنی چی؟ یعنی کشورهایی که با هم همجهت، ما باید از ظرفیت اینا استفاده کنیم. اونا که غیر مجازن تشریف برن، ولی اتباع حراسی اشتباه. شنیدید خواهر گرامی؟ بله. به خاطر اینکه افغان‌ها جاسوس اسرائیل بودن شروع کردن به اخراج مهاجرین افغانستان. بعد از 2 هفته آمد یک از مسئولین بزرگشان در تلویزیون رسمی، فقط من حتی لینک همین رو بگذارید که همین الان در یوتیوب شما بگذارم، همین الان بگذارم دوستان عزیز این کلیپ رو ببینید. هم در یوتیوب شما گذاشتم و هم در فیسبوک شما همین الان گذاشتم. دوستان این کلیپ رو باز کنم ببینن. یکی از مسئولین جمهوری اسلامی میاد میگه که در بین اتباع افغانستان یک نفر هم جاسوس برای اسرائیل نبوده. در کوچه و بازار به جان افغانی‌ها افتادن، کتک زدن، لط و کوب کردن، اذیت و آزار کردن، زخمی کردن
به بسیار وضعیت فجیع زن و مرد و بچه مردم رو در ماشین ها در اتوبوس ها انداختند. اردوگاه هایی که در اونجا اینها زندگی میکنن، خواهر گرامی باور به خدا بکنید آنچه که در مورد جهنم در قرآن و سنت شنیدین، خیلی وضعیت اردوگاه های ایران برای مهاجرین افغانی بدتر است. یعنی این صحنه هایی است که کسانی که دیدن، کسانی که از نزدیک با این وضعیت زندگی کردن بیان میکنن. رحم، مروت، انسانیت، شرافت، اخلاق اصلا در وجود کسانی که این اردوگاه ها را اداره میکنن وجود ندارد. کوچکترین اعتراض بکنید با قنداق تفنگ به جان شما میفته. فرق برشان نمیکنه که این شیعه است، سنی است، زن است، حامله است، کودک است، جوان است، پیر است. شما صحنه هایی رو دیدید، کلیپ هایشو که مهاجرینی که در مرز اسلام قلعه رسیدن، مردها گریه میکنن. خواهر گرامی، یک مرد تا کارت به استخوانش نرسه گریه نمیکنه، تا به ناموسش دست درازی نرسه اشکش جاری نمیشه، تا مظلوم واقع نشه و هیچ حول و قوه‌ای نداشته باشه اشکش از چشمانش جاری نمیشه. انقدر این ملت بی حیثیت بودن. یعنی بعض کلماتی که در مورد اینا استفاده میکنم ناراحت نشن. ما به گوش ما رو کر کردن یک عمر که ما تاریخ 2500 ساله داریم، ما حقوق بشر کوروش داریم، ما تاریخ 5000 ساله داریم، ما اخامنشیان و سامانیان و ساسانیان و اشکانیان و ما تمدن داریم. لعنت خدا و پیغمبر و ملائکه و همه جن و انس بر شما، بر این تاریختان، با این برخوردی که ما با چشم سر دیدیم با مردم کردیم. بابا به گفته همین مسئولی که میگه اخراج کنید کسی که غیر قانونی آمده، کسی که شما اصلا هم قانونی هم که آمده اخراج میکنید، اخراج بکنید. حقوق بیچاره رو نمیدن. افغانهای ما اکثرا در اونجا خانه به رهن میگیرن. حالا قضیه رهن گرفتن اشکال شرعی که داره به یک طرف، در ایران مد است. یعنی شما وقتی بخواید در یک خانه زندگی بکنید، یک حداقلش باید چیزی معادل مثلا $10,000 از $5,000 شروع میشه تا $50,000 شما باید رهن بدید. گروی، بله دقیقاً گروی. وقتی که این وضعیت پیش آمد، طرف رفته خودش میخواد از ایران بره، میره پیش صاحب خانه میگه گروی مرا بده. کدام گروی؟ برو گم شو افغانی آشغال. با پلیس زنگ میزنه، بیچاره رو آمده میبره. بابا حق مرا بده، پول گروی مرا بده، برو گم شو افغانی آشغال. طرف 1 سال 2 سال کار میکرد. افغانای ما مردم ساده هستن، مردم زحمتکش هستن. 1 سال 2 سال کار میکردن، حقوقشان را نمیگرفتن. چی میگفت به صاحب کارش؟ پول بشید باشه، هر موقعی که من خواستم برگردم افغانستان پولم از تو میگیرم. امروز که وضعیت به این حالت رسیده، وقتی میره پیش صاحب کارش میگه حقوق مرا بده، پول مرا بده، برو گم شو افغانی آشغال. همین ملت با تاریخ و متمدن و 2500 ساله و 1000 کوفت و زهرمار دیگه که به خودشان نسبت میدن، در کوچه و خیابان به زنها دست درازی کردن. جوانها رو در کلیپاشو شاید دیده باشید، دیگه لازم نیست که من دوباره اینجا اینا رو، کاش میشد که اینا رو برای شما دوباره پخش بکنیم در اینجا. یعنی بدترین فجایع رو اینها در حق مردم انجام دادن در اونجا. بعد از اون مشکل مگر به اینجا ختم می شود که پول گرویش رو ندن، حقوقش رو ندن؟ بعد از اون اینا رو میبرن در اردوگاه. اردوگاه رو تبدیل به یک جهنم کردن. بعد از اون میان به طرف چی میگن؟ پول داری، طلا داری، هر چی داری بده تا شما رو رد مرز بکنیم. در وضعیت اونها رو در اونجا نگهداری میکنن که طرف حاضر است لباسش رو بده، هر چه دار و ندارش رو بده، زنها طلایشان، گوشواره و انگشتر و هر چی که داشتن بدن تا که اینها رو از این اردوگاه بیرون بکنن، سوار اتوبوس بکنن، بفرستن به کجا؟ به مرز افغانستان. فکر کردید بدبختی، ظلم و ستم در اینجا تمام میشه؟ نه. سوار اتوبوس که میشن و اکثر این اتوبوس ها متاسفانه بعضی از اینها از همین سنی های ایران هستن. من در یکی از برنامه گفتم کجا هستن علمای کردستان، علمای اهل سنت جنوب؟ کجا هستن علمای خراسان، علمای ترکمنسرا؟ کجا هستن علمای مشهد، علمای تربت جام، علمای اهل سنت ایران کجا هستن؟ صداشون چرا در نمیاد؟ چرا نمیگن که نکنید با این برادران ما این گونه رفتار نکنید؟ چون که اینها هم در این ظلم و جنایت ها شریک هستند.
باور بکنید حتی همین اهل سنت ایران هم در موارد مختلفی غیر از مردم بلوچ، غیر از مردم شریف بلوچ که در این چند روز گذشته شرافتشان، عزتشان، جوانمردیشان و غیرتشان را به نمایش گذاشتن، دیگه باور کنید سر همه اینها باید حتی همین علما و دعوتگرانی که چقدر در بین اهل سنت افغانستان در بین جوانهای ما اینا طرفدار داشتن، صدایشان در نیامد، نگفتن که از برای خدا ظلم نکنید. کسی که در جایی که الساکت عن الحق شیطان الاخرس، کسی که در مقابل حق سکوت میکنه مانند شیطان گنگ است. صدایتان رو بکشید. کجا هستید شما؟ چرا دفاع نمی کنید از برادران و خواهران؟ چرا باور کنید امروز خواهر گرامی، من یک عالم شیعه عمامه و عبا و قبا داره، من کلیپش رو برای شما انشالله میفرستم، میاد در برنامه تیک تاک است فکر کنم، شکایت میکنه از ظلم و جنایتی که علیه افغانها در ایران صورت گرفته، اما صدای علما و خطبا و دعوتگران ما، دکترای ما، فهمیده های ما، روشنفکران ما، نه در داخل افغانستان نه در خارج افغانستان صدای اینا در نمیاد. چرا؟ امروز وظیفه تو فقط این است که در 12 روز جنگ 24 ساعت 10 تا پست میگذاشت در فیسبوک که زنده باد خامنه ای، زنده باد ایران، هر کس در کنار ایران نیستد منافق است، فلان است، این است، اون است. الان چرا ساکتی؟ چرا صدای تو در نمیاد؟ تو افغانی نیستی، تو شرف نداری، تو غیرت نداری، تو انسانیت نداری. چرا در هفته گذشته در برنامه کسی از من پرسید چرا صدای اینا در نمیاد؟ گفتم اینا علفی هستن. ما سلفی داریم، حنفی داریم، شافعی، مالکی، حنبلی داریم، شیعه و سنی داریم، یک گروهی داریم به نام علفی. اینا رو شنیدید خواهر گرامی قبلا؟ نه خیر، امروز شنیدم. نشید. علفی ها کسایی هستن که علفشان از ایران میآید. اگر اینها بر علیه ایران صحبت بکنن علفشان از ایران قطع می شود. ما به اینها میگیم علفی. والله شیخ الاسلام باشد، مولوی باشد، مولانا باشد، استاد باشد، دکتر باشد، شیخ الاسلام باشد، هر کسی که میخواد باشد، والله بالله تالله که علفی است، انسان نیست. تو که در امروز تو که از مهنت دیگران بیغمی نشاید که نامد نهند آدمی، تو چرا امروز این ظلم و ستم حکومت ایران رو میبینی صدای تو در نمیاد؟ چون میترسه که علفش از ایران قطع شود. اینا علفی ها هستن. تنها اون نیست استاد محترم که اینا حتی بعضی اوقات ما که شکایت میکنیم باز اینا سر ما انتقاد میکنن که شما خبر ندارین و تایید میکنن که نیخ افغانان کارهای خراب کردن، جاسوسی کردن، اینا آن کردن. باز پس یعنی آدم بسیار متاثر میشه واقعا که نه. خب نماینده رسمی حکومت ایران، نماینده مجلس در ایران میگه که لینکش من گذاشتم برای عزیزان در کامنت، میگه که یک نفر افغانی هم به تهمت جاسوسی دستگیر نشده. الان چی میخوان بگن اینا؟ یک نفر افغانی. ثانیاً خواهر گرامی، افغانها در ایران جرم و جنایت کردن، در این شک نیست. هیچ ملتی معصوم نیست. افغانها معصوم نیستن. افغانها آدم کش دارن، دزد دارن، قاچاق مواد مخدر کردن، هزار یک جرم و جنایت کردن. اما آیا فقط افغانها مجرم هستن؟ آیا ایرانی ها همه پاک و فرشته هستند؟ وانگهی چرا وقتی که افغانی به ایران می رود در اونجا مرتکب جرم و جنایت می شود؟ چون زمینه این جرم و جنایت رو خود ایرانی ها برای او آماده می کنند. 4 سال پیش خواهر گرامی یک گزارش آماده شد در عربستان سعودی، رتبه بندی خارجی هایی که در عربستان زندگی می کنند از نگاه جرم و جنایت. افغان ها در درجه چندم بودن میدانید؟ 147م. 147. در امارات افغان ها در جرم و جنایت در آخرین رتبه هستند. در عمان، در کویت، در قطر، در مصر، در همه کشورهای دنیا. خواهر گرامی شما در پاکستان شاید زندگی کرده باشید، ما که سالها در پاکستان زندگی کردیم. افغانی بود که در خانه خودش یک تفنگچه نداشت؟ حداقل یک تفنگچه داشت. یعنی شاید حدود 70-80% مردم حداقل یک کلاشینکوف در خانه داشتند. نسبت جرم و جنایت افغانها در پاکستان چند درصد بود؟ با وجود آزادی
نه کسی از اونا کارت شناسایی میپرسید. آزادانه تنقل میکردن، در کمپ های خودشان آزادانه میگشتن، هر کدامشان در خانه خود چند میل سلاح داشتن. چند درصد افغان ها در پاکستان جرم و جنایت کردند با وجود همه آزادی که وجود داشت در آنجا؟ چرا در ایران افغان ها متهم هستند به جرم و جنایت؟ اولا این کینه و حقد و دشمنی که بر علیه افغان ها بود. اگر یک افغانی مرتکب قتل میشد، اگر یک افغانی مرتکب زنا میشد، اگر یک افغانی مرتکب دزدی میشد، به اندازه‌ای در رسانه ها این رو بزرگ میکردن که ملت ایران تصور میکرد همه افغان ها دزد هستند، همه افغان ها جنایتکار هستند، همه افغان ها فاسق و فاجر هستند، در حالی که این گونه نبود. باور به خدا بکنید سطح جرم و جنایت مردم ایران در مقابل افغان ها به نسبت جمعیت هم اگر حساب بکنیم شاید 1000 مرتبه بیشتر از افغان ها باشه. جنایت هایی رو که ایرانی ها مرتکب می شوند افغان ها اصلا تصور هم نمی کنند. بعد از اون میگن که افغان ها جنایت کردن، افغان ها ظلم کردن، افغان ها فلان کردن. و این رسانه ها هستن که این مسائل رو چیکار میکنن؟ بزرگ میکنن. شما چند وقت پیش دیدید در مجلسشان، در مجلس شورای اسلامی، در اونجا یک نماینده مجلس بلند میشه مردم ایران رو تحریک میکنه بر علیه افغانی ها. و این ظلم و این جنایتی که صورت گرفت این یک عقده گشایی بود. چرا بعد از حمله اسرائیل این کارو کردن؟ این سوال رو تا هنوزم پاسخ دقیق بهش ندیم. از نگاه روانشناسی شاید دیده باشید خواهر گرامی گاهی اوقات بچه‌ها با هم دیگه، بچه‌های کوچیک در کوچه‌ها دیده باشید با هم دیگه جنگ میکنن، دعوا میکنن، بعد زورش که نرسید اگر از طرف لت خورد، کتک خورد، از طرف میره خانه همسایه رو با شیشه میزنه، با سنگ میزنه، یا که میره یک کار دیگری انجام میده. اینا زورشان به اسرائیل نرسید. اسرائیل یک شبه آمد در 12 تا از سرداران جنایتکار اینها رو ترور کرد. بعد از اون به خاطر اینکه سر این ضعف امنیتی، ضعف دفاعی خودشان سرپوش بگذارن، آمدن یک جبی رو، یک پروپاگاندی رو بر علیه مهاجرین افغانستان درست کردن. اولا گفتن که افغانی‌ها جاسوس بودن، افغانی‌ها برای اسرائیل جاسوسی کردن، با به اصطلاح لوکیشن این مناطق رو برای اسرائیل فرستادن. بعد از اون شروع کردن به اخراج افغانی‌ها. شما بعد از انتهای جنگ، بعد از روز 12 جنگ که آتش بس شد، بعد از اون آیا یک تحلیلی، گزارشی در مورد جنگ ایران اسرائیل شنیدید؟ همه رسانه ها و همه دنیا تمرکزشان سر چی شد؟ سر این که افغانی ها رو دارن به خاطر سرپوش گذاشتن بر ناکامی و بر ذلت و خواری و بدبختی خودشان مسئله افغانی ها رو آوردن، مطرح کردن که این گونه مردم رو فریب بدن و انظار عمومی رو منحرف بکنن از واقعیت هایی که و همه این مشکلاتی که در این 12 روز و جنگ و همه اینا که رخ داد، باور کنید به خاطر یک سری تغییرات سیاسی است که قرار است در داخل ایران رخ بدهد و این یک درامه‌ای بود که اینها درست کردن و انشالله ظرف 1-2 ماه آینده نتایج این جنگ 12 روزه رو در داخل ایران خواهید دید. و اینم در مورد جرم و جنایت که گفتیم که یعنی سطح جرم و جنایت افغان‌ها در ایران به اندازه‌ای نیست که اینها در رسانه‌ها بزرگش میکنن و برای مردم بزرگ نمایی میکنن. من خودم در ایران زندگی کردم، سالها زندگی کردم خواهر گرامی. باور بکنید که در طول مدتی که زندگی کردیم بارها اتفاق افتاده. یک شایعه پخش کردن که یک افغانی یک دختر ایرانی رو با چاقو زده. همین ملت با فرهنگ، همین ملت با تمدن، همین ملت با تاریخ 2500 ساله، باور کنید از داخل اتوبوس‌ها افغان‌ها رو می‌زدن. یعنی 30-40 نفر به جان یک کارگر بیچاره افغانی می‌افتادن، او رو می‌زدن. از خانه‌ها اینها رو بیرون می‌کردن. همین سپاه پاسدارانشان، همین بسیجشان، همین پلیس‌هاشون با یک وضعیتی زشت و زننده‌ای، با یک وضعیت غیر انسانی با مردم برخورد می‌کردن که فکر بکنید که اینا از جنگل‌های آمازون آمدن. اینا از انسانیت، از اخلاق، از ادبیات اصلاً اینا آگاهی ندارن. ما با اینجور یک جانورهایی در این مملکت روبرو هستیم که الله سبحانه و تعالی شر اینها رو از سر امت اسلامی کم بکنه. وانگهی همین افغان‌های بیچاره رو اینها مگر در طی همین 20 سال اخیر در مقابل $100 و $200 اینا رو بسیج نکردن، به سوریه نفرستادن؟ هزاران نفر از اینا در اونجا کشته نشدن؟
امروز خبری از آنها نیست. اینها در طول 45 سال از مهاجر بیچاره در ایران استفاده ابزاری کرد. یک سرباز ایرانی رو، یک سرباز رسمی ارتش ایران رو شما دیدید که در سوریه رفته باشه، غیر از همین جنایتکارایی که از سپاه پاسداران میرفتن فرماندهای اینا بودن و دیگر همین مردم پاکستان و از پاکستان به نام زینبیون درست کردن، از افغانستان به نام فاطمیون درست کردن، جوانای مردم رو بردن در اونجا به مرگ دادن. به خاطر چی؟ به خاطر اهدافشون، به خاطر اینکه در سلطه‌ای داشته باشن در عراق یا در سوریه. و همیشه ایران از امت اسلامی، از شیعیانی که در کشورهای مختلف اقلیت‌هایی که زندگی می‌کردن، از افغان‌ها و غیر افغان‌ها استفاده ابزاری کرده است برای سیاست‌های خودشان. خداوند خیرتان بده استاد، بسیار معلومات خوب بود امروز. ما اگر براتون یک چیز بگم، من دمی چند وقت بسیار یک ذره کم تکلیف‌ها و چیزا پیش دکتر رفتم و دکتر مرا دیروز میگفت که دوباره سوشال میدیا رو نبی، دوباره این ویدیو رو نبی، دوباره اینا رو نبی، یک چند وقت خود بریک بده. حالا شما تو قصه کردین برای من که باید یعنی تعجب میکنم که این جامعه ما چرا قبی خبر است. اینجا فقط تمام این مردم، اینجا یک نفر است به نام یک برادر به نام قاضی، نمیفهم چی است نامشان، که اینا یک رنگ نوشته میکنن، یگان معلومات من میبینم که اینا دارن. دیگه این مردم ما بسیار نمیفهم چرا فرار میکنن از این دانش و فهم و برنامه آموزشی و از اینا. خود سوشال میدیای ما را یک تعداد قدر اینا عادت دادن به اینمی که در موضوعات مختلف دیگه، له و لعب و مسائل دیگه تفریحی و یعنی از خانه هنرمندا خبر دارن، از جدایی و طلاقشان خبر دارن، از ارتباطاتشان خبر دارن، از هر چیز هنرمند و نمیفهم اینا خبر دارن، ولی از تاریخ خود، از پادشاهای خود، از اینا خبر ندارن. فقط تمام معلومات ما دمیسته که در تمام تاریخ ما که میشناسیم، یا نجیب میشناسه مردم ما که دکتر نجیب، یا امان الله خان، خلاص دیگه هیچ معلومات بسیار کم مادم عمومی نمیگم، اما اکثریت ما مخصوصا نسل جوان ما امروز اینا بسیار کم معلومات دارن. و اگر یک جوان از زمین تاریخ خود بفهمه، او افتخار میکنه و این بسیار تاثیر میکنه سر روحیات ما، سر ارتباط ما. و واقعا یعنی مردم ایران یک عادت دارن استاد، اونا بسیار دمی زبان خود خوب هستن. زن شوهرم که جنگ میکنن برای که دیگه خود میگه که شما بسیار بیشرف هستین. خوب همینطور دام میتونم میگه شما بسیار یا یک دشنامه‌ای که میتن و بسیار به احترام، اما ما مردم به دیگه شکل. و واقعا امروز ما افتخار میکنم به افغانیت خود، افتخار میکنم به پدرها و اجداد خود، به پادشاها و کسایی که واقعا هر کدامشان وقتی کدام میبینه که اینا چقدر خدمات برای جهان، برای آرامش و رهایی از ظالما بوده، که اینا چیزی است که باید نسل جوان ما مخصوصا زیادتر بفهمن. دیگه شما چی فکر میکنید؟ خواهر گرامی، اگر امین افغان ها نمی بودن، باور بکنید که صفویت با او سلطه و ظلم و جنایتی که داشتن در منطقه انجام میدادن، تا حرمین شریفین میرفتن، این سرزمین های اسلامی رو همه رو میگرفتن. و شما میدونید که یک فرقه از شیعیان یک موقعی در شهر احساد که فعلا در شرق عربستان سعودی است، قرمطی ها به اونها، شیعیان قرمطی در اونجا حاکم شدن. اینا آمدن چیکار کردن؟ آمدن در وقت حج کاروانهای حجاجی که از کشورهای مختلف می آمدن به طرف مکه مکرمه، سر راه اینها رو گرفتن، همه اموال اینها رو به غارت بردن، سر اینها رو، سر حجاجی که احرام پوشیده هستن، جدا کردن. بعد اینها رو، مرده های اینها رو در چای زمزم انداختن و چای زمزم رو پر کردن از مرده های حجاج. سنگ حجر الاسود رو اگر رفته باشید در مکه مکرمه دیده باشید، شکستگی هایی داره، یک تیک های کوچیکی هست. سنگ حجر الاسود رو از اینجا کندن بردن در احسا. هر موقعی که اینها به قدرت رسیدن در هر کشوری، در هر جایی، غیر از جرم و جنایت علیه اسلام و مسلمان ها کار دیگری نکردن. از اینها گله‌ای نیست. اگر ملت افغانستان نمی بودن، صفویت امروز تمام دنیای اسلام رو تارمار کرده بود. اگر افغان ها نمی بودن، اتحاد جماهیر شوروی که همه کشورهای خلیج و ایران و پاکستان و افغانستان و همه اینها رو اشغال کرده بود. منتها
درد و مصیبت ما در اینجاست که رهبران جهادی ما فروخته شده بودند برای ایران. علمای ما را در یک شورای درست کرده بودند در کابل به نام شورای اخوت. شورای اخوت درست کرده بودند در کابل. همه علما و دعوتگرای معروف که در افغانستان بودند بجز تعداد انگشت شماری که به خاطر عزت و نفسشان و ایمانشان و تقوایشان این عضویت شورای ننگین رو نپذیرفتند، در این شورای اخوت اینا عضو بودند و اینها الله متعال شاهد است و این رو با دلیل و مدرک میگم. تک تک اینها از ایران حقوق میگرفتن، از سفارت ایران آخر هر ماه برای اینها حقوق داده میشد. از $1000 تا $3000 به اینها حقوق داده میشد. به خاطر چی؟ که ساکت بشینن. امروز هم تا امروز هم اینا حقوق بگیر هستند و به خاطر همین هر جرم و جنایتی که علیه افغان ها می شود از اینها صدایی در نمی آید. دلیلش چی است؟ دلیلش هر آن کس نان دهد فرمان دهد. رهبران جهادی ما، شما قضیه کرزی و داوودزی خبر هستید که افشا شد که در میدان هوایی تهران چند میلیون یورو داده بود به داوودزی با به اصطلاح رئیس دفتر کرزی که بعد قضیه افشا شد و رسانه‌ای شد. بعد خیلی با پرویی هم جناب کرزی صاحب آمد گفت که خب ایره به خاطر کمک به دفتر به شخصی ما ایران کمک کرده بود. رهبران ما را خریدن، سیاسیون ما را خریدن، علمای ما را خریدن، دعوتگران ما را خریدن، روشنفکران ما را خریدن، به نامهای مختلف فریب دادن. هفته وحدت در ایران درست میکنن هر سال از 12 ربیع الاول تا 17 ربیع الاول. همه علما و دعوتگران از کشورهای اسلامی در اونجا دعوت میکنن، جیبایشان را پر میکنن. آهای وحدت است، شیعه و سنی برادر است، ما شما این هستیم، آن هستیم، فلان هستیم. بعد از اون اینا این پولا رو میگیرن و میرن. بعد از اون ببینید در سراسر کشورهای اسلامی در هر گوشه‌ای که ببینید ایران است و سنی کشی، ایران است و جنگ بین شیعه و سنی. وحدتی که نه تنها به وجود نیامد بلکه تفرقه و اختلاف و بدبختی از وقتی که این جنایتکاران در ایران حاکم شدن از سال 1357 تا امروز روز به روز داره بیشتر میشه. در هر زمینه اینها ببینید در کشورهای مختلف اسلامی اشخاص مهم، اشخاص سرشناس، سیاستمدارا، بزرگان را اینها میخرند با پول تا دهن اینا رو ببندن و اینها رو ساکت بکنن. که متاسفانه در دوران جهاد ما شاهد بودیم که چقدر از رهبران ما فروخته شده بودن، چقدر حتی در بین طالبان. و امروز این رو باید بگیم و همه میدانند، چیزی پنهانی هم نیست. در همین امارت اسلامی که فعلا در افغانستان حاکم است، در بین همینها گروه هایی هستند که حتی در طول 20 سال جنگ با آمریکایی‌ها از طرف ایران کمک می شدن و امروز در بعضی از مناصب هم هستند، در حکومت هم هستند. به خاطر همین صدا اینا در نمیاد. سپاه پاسداران ایران هر هفته 2-3 میلیون دلار به گروه های مشخصی که نمیخوام اسمشان رو ذکر بکنم الان و معلوم است و این چیزی پنهان نیست، در داخل امارت اسلامی کمک میکنن به خاطر اینکه از اونها به نفع خودشان استفاده ابزاری بکنن. با پول میخرن، با پول میخرن. در هر دوره و زمانه این کارو کردن، حتی در امارت اسلامی. اما از نگاه حکومتداری و از نگاه این سیاست کثیفی که در دنیا رایج است، این یک کار است که هر کشوری که صاحب پول و سلطه باشد انجام میدهد. ایران میخواهد که در بین امارت اسلامی، در بین طالبان افرادی داشته باشد که فردا به دردشان بخورد و هر حکومتی که سلطه و پول داشته باشد این کار رو انجام میدهد. آمریکا این کار رو میکند، روسیه این کار رو میکند، چین این کار رو میکند، ایران، پاکستان هم این کار رو میکند. مشکل ما با این حالا به قول همون شعر معروف که من از بیگانگان هرگز ننالم که با ما هر چه کرد این آشنا کرد. این آشناهای خودفروخته خائن ما هستن که نصفشان مملکت رو به ایران فروختن، نصفشان به پاکستان فروختن، عده‌ای به چین فروختن، عده‌ای به روسیه فروختن، عده‌ای به آمریکا فروختن و این ملت بیچاره و در بدری که 45 سال است در این مهاجرت، در این بدبختی. چرا امروز باید جوانی که در داخل کشورش بیاید به اقتصاد کشورش کمک بکند، به مردم خود کمک بکند، چرا برود با 1001 منت، ذلت، خواری و بدبختی در یک کشور بیگانه برد به بیگانه خدمت بکند و یک روزی هم بهش بگن برو گم شو افغانی آشغال، نه حقوقش رو بدن، نه پولش رو بدن، نه پسندازشون رو بدن، با ذلت، با خواری، با توهین، با اهانت از کشورشان خارج بکن.
استاد بیننده‌های ما البته از شما بسیار تشکری میکنن و بسیار زیاد در فیسبوک و در یوتیوب هر کدام معلومات شما واقعا برای همه ما بسیار معلومات خوب بود و ای کاش که معلومات ما با یکی دیگه خود شریک بسازیم. یک ذره یکان عادتایی که در ما مردم وجود داره، ما خودم البته سال هاست که برای ما مثلا انتقاد شده برای که شما که گفتین ما در خانواده های خود ازدواج هایی داریم که بله اهل تشیع و تسنن صورت گرفته و ما تو که میگن در اون زمان ما چیزی که فرق میدیم میگفتیم که شیعه پای خود همیشه اینمی یگانه چیزی بود که ما فکر میکنیم تفاوت ماست، نه این چیزایی که بعداً آل شروع شد و روز به روز ما میبینیم با تشکیل اینمی گروپا و همچنان در خود امریکا با آمدن علایاری و نمیفهم چند نفر دیگه که اینا دیگه به کلی عقاید روافض روشن ساختن و مردم متوجه شدن، آگاه شدن که چی گپ است و هیچ وقت ما نمیتونیم که همیشه مثل که یک زخم روش فقط پد کنیم بدون از اینکه را علاج کنیم، یک دوای بگذاریم که چاره شود و او را همیشه بگیم که چوب باشین، گپ نزنین، چی وسیله شما وسیله منافقت میشین، ما را از هم دور میسازین، جدا میکنین. و یکی استاد گرامی در زمانی که امی چند وقت باز کسایی که بودیم اونا یگان جوانا بسیار دیگه تو بلا فتاق دیدی که چطور ایران جواب اسرائیل داد، باز میگه خجالتی است به ممالک عربی. اختلافاتی که بین ممالک عربی و مخصوصا این که میگن ایران یک چی کرد، یعنی یک به اصطلاح یک کاری کرد که یک امتیاز برش میتونه که به اسرائیل و ممالک عربی و همچنان یک موضوعی بود که میگفتن که می سفری که ترامپ به چی داشت در ممالک عربی رفت و در اونجا ازش استقبال شد و برش پول دادن، میگم اون پولی را که برای اونا داده بودن پولی بود که اونا میخواستن که اسرائیل سر امریکا سر ایران حمله کنه و به می هدف هم رفته بود و با امرای از اونا و بسیار تانه های دیگه که اگر تا صحبت میکنه میگه که عربا اونموستن که دخترایشان امرای رقص مویای خدا آمدن از ترامپ چی کردن استقبال کردن و یعنی سوشل میدیا بدون از اینکه ما تو تحقیقات درست تاریخی کنیم و هر کدام بشناسیم دشمنه که ترامپ به رقم خود به اونمو فتنگری خود به اونمو فرعون زمان است و او کار خودم میکنه، دشمنی از او دشمنی دیگر رقم است، دشمنی ایران دیگر رقم است و شکایت ما از امی امرا و حکمای ممالک عربی و کسایی که اونا هم خریده شدن دیگر رقم است. اینا موضوعاتی است که شکر است الحمدلله شما هستین و برنامه های شما یعنی برای کسایی که بخواین معلومات داشته باشن بفهمن بر از اونا و این بسیار استاد همونطور که شما میکار میکنین این هم جرأت میخواد امی که آدم شاید بسیار محبوبیت خود در بین بسیاری مردم از دست بده، برای از اینکه بسیاری کسا خوش ندارن که آدم حقایق بگوین مخصوصا این که موضوعاتی را که ما شما بحث میکنیم مثل که این برادر میگه که مثلا من نفهمید شما متوجه شدین از یک قسمت صحبت از اینا که میگن که بدون شک صفوی ها در زمانشان جنایت زیاد انجام دادن اما توسط افغانهای قهرمان پوزشان به جای به خاک مالیده شد. باشین که باقی مندی چی شد بخیر پاک کردن یا چطور است نفهمم. صدای شما برای چند ثانیه قطع شد خواهر گرامی. بله امی برادر نوشته کرده بودن که درست است که صفوی‌ها بیشتر خوب یک طولانی نوشته کرده بودن حالا باز رو بخیر پاک کردن باز اونا گفتن که بعد از صفوی‌ها باز بسیار یعنی پادشاهای دیگه آمدن و کسای دیگه آمدن که آدم نمیشه کلا یک چیز سر صفوی‌ها بندازه یا چطور مثلا یک چیز بود از اون صحبت شد اما اینجا چی شد پاک کردن. در این مورد هم صحبت میکنم. بله بفرمایید استاد دیگه میخوایم از شما چند وقت تقییدی که دارین شما وقت دارین البته چون تلویزیون ما الحمدلله ما فرصت به دست خود ماست و این برنامه هایی است که این ماندنی است ماندگار است و مخصوصا خوشا به حال کسایی که اینا را شما هم شریک بسازین و هم یک کمک کنید به زبان انگلیسی را خودتان برای جوانان تشریح کنین که تاریخ خود بفهمن، همین جنایات بفهمن که صفوی وقتی که میگم صفوی‌ها کی بودن چی کردن یا خود اجداد و پدرکلانهای ما را که ما چون از غزنی هستم تا نام سلطان محمود میگیریم مخیل سلطان محمود غزنوی است خوشحال میشم که البته این کارهای های سلطان محمود غزنوی بوده که البته او در جایش کارهای خود کرد انجام داده ولی باید تاریخ خود بفهمیم از وطن خود. بفرمایید استاد. بله
از همین آخر شروع بکنیم. همین سلطان محمود غزنوی و ملک شاه سلجوقی، همین بزرگان سلسله های اسلامی که بودن، خوارزمشاهیان، اینا که بعد از اسلام در این سرزمین حکومت کردن، شما همین ایرانی ها رو بپرسین که آیا به اینا افتخار میکنن یا نه؟ چنان بد میبینن غزنوی ها رو، چنان بد میبینن سلجوقی ها رو، چنان بد میبینن خوارزمشاهی ها رو. چرا؟ چون که اینا سنی بودن. بعد میگن این سرزمین ایران بزرگ است و اینجا همه این تاریخ و همه این دستاوردهایی که در این سرزمین ها بوده مربوط ما میشود، در حالی که همین حکومت ها و همینایی که بزرگترین خدمت ها رو به اسلام و مسلمان ها کردن در این سرزمین از اینها متنفر هستند. از این که بگذاریم، تنها برادر ما شاید گفت منظورش این باشه که تنها همه گناه رو ما بندازیم به گردن صفویت. مشکل همینجاست. این کتاب تاریخ صفویت رو که من پیشنهاد کردم عزیزان ما اگر بخوانند، همین عزاداری هایی که امروز شیعیان در روزهای عاشورا در خیابان ها میریزند، ایجادش از زمان ایجاد دولت صفوی است. قبل از اون شیعیان این کار را نمی کردن. توهین به خلفای راشدین در منابر، لعن آنها، اهانت به آنها در منابر و در مدارس و در کتاب ها از زمان صفوی‌ها رایج شد. یک کتابی رو فکر کنم شریعتی نوشته است به نام شیعه علوی و شیعه صفوی. گرچه امثال سروش و شریعتی و کسروی و اینا توفاله های مذهب شیعه هستند. من به این اعتقاد شخصی من هست، نباید به اینها اعتماد کرد، چون بعد انحرافات اخیر اینها را مانند سروش ما دیدیم که گپشون به کجا رسید. در صورت کتاب جالبی است به نام شیعه صفوی و شیعه علوی از شریعتی است. و یک کتابی هم آیت الله مرتضی مطهری دارد به نام شهید جاویدان فکر کنم، که باز استاد کنم جای چی را دست دادم که خطش بخوام برشان مسیج میمد. وقتی که مسیج میمد باز میخواستن پاک کنه، باز خطش دادن که خدا کنه دوباره بیان که می آخرین صحبت هایشان هم داشته باشیم. واقعا چقدر خوب است که آدم یک دانش و فهم تاریخی داشته باشه، موضوعات آدم آگاهانه وقتی که صحبت میکنه سرش یک معلومات داشته باشه، نه ای که آدم فقط همین جنگ و جنجال های باشه که من نیستم که تو شیعه هستی، که من تو ایران نیستی و من تو هستم. حالا کمک آدم مطالعه کنه بسیار خوب میشه که در مسائل. استاد بخیر میوازه که منفر پس کنین، ما را پس کنین. بارز معذرت. بله. و در این کتاب به نام شهید جاویدان عاداتی که در مذهب شیعه و مرتضی مطهری یکی از بنیانگذاران همین جمهوری اسلامی است که بعداً به دست خود همین آخوندا در ایران کشته شد و خیلی از علمای بزرگی که در ایران بودند مثل آیت الله برقی، حیدرعلی قلمداران و خیلی از اینها در کتاب‌های خودشان به این اشاره کردند که بدبختی امت اسلامی وقتی شروع شد که صفویان آمدن و خیلی از این عادات زشتی که امروز در مذهب شیعه وجود دارد را در زمان صفویان ایجاد کردند. علمایی را از جبل عامل لبنان آوردن در ایران و اینها را کتاب‌هایی که نوشته شد، مثلا همین بهارالانوار که دایره المعارف خرافات شیعه است، در زمان صفویان این کتاب نوشته شد که پر از یک بابی در این کتاب است به نام باب فضیلت لعن ابوبکر و عمر و عثمان و عایشه. و برادر ما میگن که مثلا شما همه گناه رو به گردن صفویت. خمینی در کتاب الطهاره خودش، کتاب الطهاره کتابی است که کتاب فقهی است که در این کتاب، چون خمینی یک مرجع تقلید است، در این کتاب به پیروان خودشان آداب طهارت و نماز و غسل و وضو این چیزا رو یاد میده. در صفحه 345 کتاب طهاره خودش میگه که در باب نجاست ها
آبهای نجس و فلان نجس. میگه که آیا ناصبی ها نجس هستن؟ بعد در اونجا جواب میده، میگه که عایشه و طلحه و زبیر و معاویه و اینها گرچه اینها از سگها و خوکها هم نجس تر هستند، اما تماس با اینها سبب نجاست ظاهری نمی شود. حالا صفوی‌ها بعد، صفوی‌ها گذشته، تاریخ اصلا گناهی که در تاریخ بودن اونا را قبول ندارید. خمینی در کتاب طهاره خود صفحه 345 در جلد سوم خود همین مطلب رو در باب انواع نجاست ها میاره. از انواع نجاست ها کیا هستن؟ اهل سنت هستن و از مهمترینشان طلحه و زبیر و عایشه و معاویه و اینا هستن. یعنی بعضی از ماها با عواطف و احساسات برخورد میکنن. کسی که با واقعیت ها و با تاریخ و با مسائل مهم اعتقادی و ملی و مسائل امت با احساسات و عواطف برخورد بکند، سرنوشتش مانند سرنوشت اهل سنت عراق و سوریه می شود. یک روز علمای عراق آمده بودن، میگن پیش علمای اهل سنت در یکی از کشورهایی که جایگاه بزرگی در بین اهل سنت داره، که از اونها فتوا بگیرن که آیا ما آمادگی بگیریم در مقابل شیعیان که در ایران در زمان صدام واقع رخ داد، در اواخر صدام که دیگه کمی اوضاع خراب شده بود. گفتن نه، شما هیچ کاری نکنید، وحدت امت اسلامی رو حفظ بکنید. اما روزی که اینا به قدرت رسیدن با همون علما چیکار کردن؟ تنها در عراق در ظرف 1 سال بیش از 7500 امام مسجد و عالم دین رو اینها به شهادت رسوندن و این کار رو با همه خواهند کرد. هر جایی که دستشان برسه فرصت برایشان ایجاد شود این کار رو خواهند کرد. حالا بعضی از ماها یک مشکلی داریم، مشکل روانی داریم که هرچه مصیبت ها هست به گردن ترامپ میندازن، هرچه مصیبت هست به گردن آمریکا میندازن که سبب بدبختی کل دنیا ترامپ است یا آمریکاست. سبب بدبختی خود ما هستیم. سبب بدبختی عدم بیداری امت اسلامی است. سبب بدبختی عدم وجود قدرت. الله سبحانه و تعالی به ما میگه که وعدوا لهم ما استطعتم من قوه، هرچه میتوانید از نیرو و قوت در مقابل آنها آماده کنید. دیروز اسرائیل میاد سوریه رو بمباران میکند. شما تصور کنید در سوریه نیروی هوایی نیست، نیروی دریایی نیست، ضد هوایی نیست، موشک نیست، هواپیما نیست، هیچ نیرویی نیست که در مقابل اسرائیل از خاک سوریه دفاع بکند. و این وضعیت تمام کشورهای اسلامی است. به این ارتشها، به این نیروها فریب نخورید. این ارتشها و نیروهایی که آماده کردن برای سرکوب ملت هاست. برادران و خواهران ما میان شکایت میکنن که از کشورهای اسلامی. کدام کشورهای اسلامی؟ این حکومت هایی که شما در کشورهای اسلامی میبینید، کدام اینها مدافع حقوق مسلمان ها هستند؟ بعد سقوط خلافت عثمانی، بگذارید یک واقع تاریخی دیگری هم خواهر گرامی برای شما بیان بکنم که ما بفهمیم که این کسانی که امروز حکومت هایی که وجود داره در کشورهای اسلامی اینا کیا هستن. کسی بود به نام شریف حسین. دوستان بنویسن در گوگل شریف حسین کیست. امروز که دیگه آیت الله هوش مصنوعی هم آمده است، در کنار آیت الله گوگل هرچی از اونا بپرسین به شما پاسخ میده. شریف حسین امیر مکه بود از طرف امپراتوری عثمانی در زمان سلطان عبدالحمید در مکه حکومت میکرد. انگلیسی آمدن به شریف حسین گفتن که خب شریف حسین تو عرب هستی. شریف در کشورهای عربی به کسانی میگن که سید باشن، از اهل بیت باشن. ما میگیم که آقا صاحب یا میگن سید فلانی، در عربی بنا میگن الشریف حسین. شریف حسین در مکه امیر بود، امیر مکه و مدینه بود. انگلیسی آمدن گفتن که خب تو بیا بر علیه عثمانی‌ها قیام کن، ما به تو خلافت مسلمان ها رو میدیم. مگر پیامبر شما نگفته حضرت محمد صلی الله علیه و سلم که خلافت باید در بین قریش باشه؟ تو قریشی هم هستی، از اهل بیت هم هستی، تو بیا با ما همکاری بکن، همه این کشورهای اسلامی رو خلافتش رو به تو میدیم، تو رو میکنیم خلیفه مسلمان ها. شریف حسین با انگلیس همکاری کرد. بسیار خلاصه برای شما بیان میکنم. و بعد از اون که خلافت عثمانی سقوط کرد، کشورهای عربی، کشورهای اسلامی رو انگلیس و فرانسه و اینا اشغال کردن. بعد به شریف حسین گفتن که بای بای، ما اصلا تو رو نمیشناسیم. نه خلافتی بهش دادن، نه حکومتی بهش دادن، نه چیزی. نهایت چیزی که به او دادن 2 تا از فرزندانش رو، یکی به عنوان ملک فیصل
در عراق پادشاه تعیین کردن و یکی از فرزندانش به نام طلال است فکر کنم در اردن، یا محمد است یا طلال است، در اردن در اونجا او رو پادشاه تعیین کردن. 2 کشور رو به 2 تا فرزندانش دادن. این خودش هم از غم و غصه مرد و امروز پادشاه اردن ملک عبدالله ثانی نوه همان کسی است که با انگلیس‌ها همکاری کرد در سقوط دادن خلافت عثمانی. الان شما از نوه یک خائن که در اردن امروز حکومت میکند توقع دارید که امروز در کنار مسلمانان فلسطین بایستد و از فلسطین دفاع بکند؟ این وضعیت همه کشورهای اسلامی است. اما آیا ایران مستثنا هست؟ یک سوال میپرسیم. در 45 سال اخیر به خاطر عزت اسلام و مسلمانان ایران چیکار کرده؟ عراق رو به آمریکا تحویل داد، سوریه رو در کنار بشار اسد ایستاد و ملت سوریه، ارتش سوریه، اقتصاد سوریه رو در به در کرد. در افغانستان یکی از اسباب اصلی جنگ‌های داخلی توسط دستشاندهای خود احزاب شیعی که در افغانستان بود ایران بود. در پاکستان جنگ شیعه و سنی رو از یک طرف جیش محمد درست شد، از یک طرف جیش صحابه درست شد. جنگ شیعه و سنی رو در پاکستان همینا به راه انداختن. اینا به خاطر اسلام و مسلمانان چه خدمت کردن؟ همینایی که از ایران طرفداری میکنن لطفا اگر هستن الان در یوتیوب، در فیسبوک، برای من یکی از خدمات ایران به اسلام و مسلمان ها رو بنویسن. مگر در همین سوریه ایران با تمام قوت سپاه پاسداران و ارتش خود در سوریه نبود؟ مگر جولان در سوریه اشغال شده نبود؟ چرا ایران در طول 20 سالی که در سوریه بود یک فیر به طرف اسرائیل نکرد؟ مگر حزب الله یکی از نیروهای نظامی قوی دست نشانده ایران در لبنان نبود؟ در طول 45 سال یک مورد شما نشان بدید که به خاطر فلسطین، به خاطر اسلام، به خاطر مسلمانان حزب الله حمله کرده باشه بالای اسرائیل. هر وقتی هم که جنگی صورت گرفته به خاطر یک سری اهدافی بوده یا به خاطر خواست ایران بوده که فشار به بالای اسرائیل بیاد، یکی از خواستهای اونها برآورده شود. و مگر شما به اصطلاح افتضاح واترگیت بنویسید در گوگل، فروش سلاح از طریق اسرائیل یا کمک تسلیحاتی اسرائیل و آمریکا به ایران در زمان جنگ ایران و عراق. شما اصلا یک کار دیگری بکنید، بیایید اصلا همین منطقه رو بدون ایران تصور بکنید. این کشورهای عربی که امروز یک ایران غرفش میکند، میرن از آمریکا سلاح میخرن. آیا اسرائیل و آمریکا اجازه میدهد که ایران از بین برود که این همه کشورهای اسلامی در این منطقه دیگر از اسرائیل و از آمریکا و از کشورهای غربی سلاح نخرن؟ یک کمی این چیزا رو با عقل و منطق ما باید بسنجیم. وانگهی در دین ما، در اعتقاد ما چیزی به نام ولا و برا وجود دارد، دوستی و دشمنی به خاطر الله. من اتفاقا در برنامه آن روزی که در هفته قبل از گذشته در مورد همین مسئله صحبت کردم. کسانی که امروز در کنار ایران می ایستند، آیا جنایتی که ایران در مقابل اسلام و مسلمانان و اهل سنت کرده است کمتر از جنایت اسرائیل است یا بیشتر؟ شما رو به خدا خالی و ذهن بدون تعصب پاسخ بدهید. پس چگونه من امروز در کنار ایران بایستم و از ایران دفاع بکنم در مقابل اسرائیل؟ اما آیا این به این معناست که ما در کنار اسرائیل باید بایستیم؟ نه خیر، نه در کنار اسرائیل می ایستیم، نه در کنار ایران می ایستیم. 2 تا ظالم، 2 تا ستمگر، 2 تا وحشی به جان هم دیگر افتادن. ما دعا می کنیم که خداوندا این 2 تا ظالم رو به وسیله هم دیگر از بین ببر و مسلمان ها رو از بین آنها سالم بیرون بکن. یعنی این حتما این نیست که ما حتما باید در کنار ایران قرار بگیریم به خاطری که حالا فرضاً مثلا اگر روسیه با اسرائیل درگیر شد، ما باید روسیه رو تایید بکنیم، بگیم روسا بسیار مردمان خوبی هستن، این همه جنایت هایی که در حق مسلمانان کردن در طول این 100 سال اخیر فراموش بکنیم؟ این منطق دین نیست، این منطق اسلام نیست. روافض خطرشان بر عالم اسلام کمتر از یهود و نصارا نیست. بفرمایید خواهر گرامی اگر تماسی باشه. تلفن هم از گرچه وقت ما پوره شده. بفرمایید شما از جرمنی تلفن کردن. بفرمایید. سلام به شما و برادر محترم آقایان. خب باشین، حالا ما فهمیدیم این آدم است که پیشتر امتی یک طولانی نوشته کرده بود که جای شرم است برای ما و برای شما
که به عوض از اینکه ما در مورد غزه صحبت کنیم ما آمدیم در مورد امی عظیم جان است. عظیم جان نه عظیم است چطور است؟ بذارید صحبت بکنم، برای اینا پاسخشان داریم خواهر گرامی. برای اینا اینطور است که اینا هر وقت در هر برنامه باید اینا انتقاد کنن و سر ما، در حالی که ما برنامه‌هایی در مورد غزه و اینا قدر فراوان شما داشتین، ما داریم هر کدام و این مسئولیت ما در طول خواهر گرامی در از 7 اکتبر سال گذشته تا امروز بیش از 98 برنامه ما در مورد غزه داشتیم. بله. بیش از 98 برنامه ما در مورد غزه داشتیم. اسرائیل جنایتکار است، در غزه جنایت میکند. وانگهی همینایی که امروز میگن این تنها جمهوری اسلامی است که در کنار در مقابل اسرائیل ایستاده است و این عرب های بی غیرت و این عرب های فلان فلان شده اینها هیچ کاری نکردند، دختران خودشان را در جلوی ترامپ رقصاندند. خب دخترانشان را در جلوی ترامپ یک کشوری رقصانده که تعداد جمعیتش به 1 میلیون هم نمیرسد. وانگهی ایجاد این گونه دولت ها را که داستانشان را کردم که به خاطر چی است. اما آیا من خیلی خواهر گرامی معذرت میخوام، در یکی از برنامه اعصاب من رو خراب کرده که گفت این عرب های فلان فلان شده هستن که فلان میکنن و در فلسطین ببینید که مردم چه زجر میکشن و جمهوری اسلامی است که در مقابل اسرائیل ایستاده. گفتم اینایی که در غزه امروز بیش از 2 سال هست که بیش از 60 میلیون شهید دادن و این مجاهدینی که با پای برهنه با شکم گرسنه در مقابل اسرائیل دارن در غزه می جنگن، اینها شوهر خواهر تو هستن یا عرب هستن؟ حماسی ها، همین هم حرکت مقاومت اسلامی حماس، اینا ایرانی هستن یا عرب هستن؟ خب اینا عرب هستن. مجاهدین عراق که در مقابل آمریکا به میلیون ها شهید دادن، فلوجه یکی از شهرهای عراق بود به خاطر مقاومتش در مقابل آمریکا از طرف شیعیان با خاک یکسان شد. مگر اینها ایرانی بودن؟ مگر اینها افغان بودن؟ مگر اینا ترک بودن؟ اینا هم عرب بودن. مجاهدین سوریه که 10 سال تقریبا در مقابل سپاه پاسداران و روسیه و آمریکا و همه جنایتکارای دنیا که در سوریه جمع شده بودن، اینها که جهاد کردن، اینا عرب بودن یا ایرانی بودن؟ یعنی یک کمی منصف باشین. استاد امی موضوع از روزی که فلسطین اشغال مجاهدین است، یکی هم زیادترین یعنی شکایت مردم از امی عمرا و از حکما و شیخا و امی مردمایی که صاحب قدرت هستند عربا در عربستان سعودی، مثلا قطر و دبی و اینمی ممالکی که امروز از دبی هم از ترامپ هم بیلیاردها پول مصرف کردن، مردم شکایت از این مردم دارن، نه از خود ملت ها، از ملت یعنی مجاهدین. خو اونا خو در هر سرزمین مجاهدین است. باشین کمی آدم هم بیارم که اگر امی شما جواب وزیر بتین که یک ذره همیشه در برنامه ها سر من انتقاد میکنن. بله بفرمایید. سلام خانم سیمین عمر و محترم محمد انصاری. سلام احترامات تقدیم میکنم. برادر محترم، همین حرفای شما همه درست و شما همین سوال دارم که همین عراق، همین صدام حسین قهرمان که خار چشم اسرائیل بود، همین کی از بین ببرد؟ از داخل کدام کشور به عراق حمله شد؟ کی امریکا و عساکر امریکا از داخل خاک خود اجازه داد که آمد اسلام از بین برد و عراق تکه تکه پارچه کردم و دو دسته به برادران اهل تشیع دادم. بیاییم ما سر خور به گریبان خود کنیم. امروز تمام حکام ممالک عرب، خادمین حرمین شیخ آخذ برای خدا به سر سوریه عراق، به سر سوریه مملکت عربی های چیاله، تمام اقتصادی را از بین برد، تمام پایگاه نظامی بمبارد کرد، تمام تیارات را از بین برد. ببین که قتل عام کرده، صدای یکی از اینا بلند نمیشه. ایران که نه به دین مانه نه به مذهب مانه، ما به ایران چی کار داریم؟ کاش که امروز اول قدرت ممالک اسلامی خادمین حرمین می بود. امروز عرف اول خادم حرمین به جهان میزد. برادر محترم و فهمیدین دیگه یکی هم
یکم امروز همین برادرای طالب ما ببین آخه برای خدایی چی حالت در افغانستان انداختونده. همینا همه نماینده ها و دستشانده نصف از اینا از پاکستان از خب اینطور است که برادر همیشه میامه باز یک دفعه در جان طالب میچسبه. به هر صورت ولی پیشتر نوشته از اینا چیز دیگه بود. نوشتهشان از امی برادر عظیم امی دوست ما صدای مرا میشنوه خواهر گرامی؟ بله میشنوه، صدایتان میشنوه. خب برادر عزیز، من شما یک سوال میپرسم، هستید؟ صدای مرا میشنوید؟ میشنوم، مگر از لاین رفتن دیگه، قطع شدن. خب که رفتن احمدی نژاد رئیس جمهور ایران میاد اعتراف میکنه، میگه که در عراق، در اشغال عراق ما با آمریکایی ها کمک کردیم. اگر تیاره شما اگر یک کمی جغرافیا بلد باشید، یک نقشه جهان رو باز بکنید، اگر تیاره های آمریکا رفتن عراق رو بمباران کردن، از حریم هوایی ایران رد شدن. نقشه و همکاری زمینی و هوایی از طرف سپاه پاسداران و حزب الدعوه‌ای که بعداً نوری مالکی رهبرش آمد اولین رئیس جمهور عراق بعد از اشغال آمریکا شد. در اشغال عراق ایران علنا خاتمی و احمدی نژاد و وزیر خارجه ایران میگه که ما همکاری کردیم، میگه ما عراق رو ساقط، میگه چون صدام دشمن ما بود، میگه ما ساقط کردیم. مگر کشورهای عربی قدرتی را داشتن که صدام را ساقط بکنن؟ صدام کویت رو در ظرف 2-3 ساعت اشغال کرد. باور کنید سربازای عراقی سوار اتوبوس با اتوبوس رفتن کویت رو گرفتن. استاد این ایران بود که ساقط کرد. من یادآوری می‌خواستم بکنم برای اینکه ما زوم تا 2-3 دقیقه دیگه زوم ما قطع میشه که شما قطع نشین بدون بامان خدایی و اینا. بازور صحبت از برادر بازدگی فقط یک نکته مهم رو نکته مهم رو اینجا بگم. ما مشکل ما این است که از اول برنامه میگیم نمیخوانیم و این برادر ما نمیخواند. تو حداقل در اروپا زندگی کردی، برو خاطرات دونالد رامسفلد رو بخوان، وزیر دفاع آمریکا در زمان اشغال عراق. دونالد رامسفلد در صفحه 220 کتابش میگه که ما رفتیم 200 میلیون دلار با آیت الله سیستانی دادیم، بعد از اون او فتوا صادر کرد که جنگ کردن علیه آمریکایی‌ها جایز نیست و بعد از اون ما توانستیم که عراق رو بگیریم. مشکل ما خواهر گرامی جهل است، نمیخوانن. حداقل برید این کتاب وزیر دفاع آمریکا دونالد رامسفلد رو بخوانید که در اشغال افغانستان، در اشغال عراق کیا همکاری کردن با آمریکا. ثانیاً ما هیچ وقت نگفتیم که اونها خوب هستن و گفتیم که این حکامی که امروز در کشورهای اسلامی حکومت میکنند اینها دست نشانده هستند. خب اینها دست نشانده هستند، مگر حکامی که در ایران حکومت میکنند اینها چه خدمتی کردن به اسلام و مسلمین؟ یعنی التماس تفکر به قول معروف کمی بخوانید، مطالعه بکنید، فکر بکنید. اصلا اگر حرف ما رو، محمد انصاری رو یا خواهر سیمین عمر رو قبول ندارید، برید خاطرات دونالد رامسفلد رو بخوانید که در اشغال عراق کی کمک کرد. و کلش منافقین و شیطان و اینا، هر کدام این کتابایشان هم که از کلش از روی اغراض نوشته میشه، بازم اونمو بین مردم بندازن. اما استاد میخوایم ما آخرین صحبت شما را داشته باشیم. خداوند اینجا یک برادر گفته راه چاره چیست، ما فکر نمیکنم دیگه وقت داشته باشیم. 5 دقیقه وقت زوم داریم که شما صحبت کنین انشالله. از من البته قطع نمیشم و شما قطع میشین. 2.5 ساعت است که شما صحبت کردین. خداوند توفیق نصیبتان کنه که تا حال ادامه دادین. صحبت پایانی من بعد از همه این مطالبی که در اینجا بیان شد این است که برادرم، خواهرم، بیایید کشور خودمان را بسازیم، بیایید وطن خودمان را بسازیم. یکی امروز به نام فلان تنظیم، یکی امروز به نام فلان شخصیت، یکی رفته در حکومت جلای وطن در لندن ساخته، یکی رفته در انقره ترکیه جمع شدن کنفرانس درست کردن، یکی به نام جبهه آزادی، یکی به نام جبهه مقاومت، یکی به نام فلان، یکی به نام علان. بیایید دست به دست هم بدهیم، بیایید وطن خودمان را بسازیم. بیایید همین کسانی که امروز در افغانستان حاکم هستند، والله بالله ما طرفدار اینا که فکر بکنید عضو اینها باشیم، طرفدار اینا باشیم نیستیم، لکن بیایید امروز به جای اینکه به جان هم بیفتیم، به جای اینکه وطنمان را یکی با پاکستان بفروشد، یکی به ایران بفروشد، یکی به روس و آمریکا بفروشد، مگر امینایی که سوار تانک‌های روسا به افغانستان آمدن مگر از مریخ آمده بودند؟ فرزندای ما بودن.
نور محمد ترکی و حفیظ الله امین و ببرک کارمل اینا که از جای دیگری که نیامده بودن، از آسمان که تا نشده بودن، اینا فرزندای همین ملت بودن. همین رهبرای جهادی ما مگر اینا از کدام کوکب دیگه آمده بودن؟ یا اینایی که امروز به نام طالب هستن یا به نام هر نامی که در افغانستان بودن، اینایی که خودشان را به ایران فروختن، به پاکستان فروختن، فرزندان همین مملکت بودن. مشکل در خود ماست. بیایید دست به دست هم بدهیم، بیاییم با هم وحدت و همبستگی داشته باشیم، بیاییم وطن خودمان را آباد بکنیم. والله امروز اگر در کشور خود ما یک لقمه نان با یک پیاله آب اگر داشته باشیم، بهتر از این است که در قصرها در کشورهای دیگر 100 سال هم زندگی بکنید در یک کشور دیگر، در آخر شما بیگانه هستید. تابعیتش داشته باشی، پاسپورتش داشته باشی، مکان تولدت افغانستان نوشته باشه، تو در اون کشور اجنبی هستی، بیگانه هستی. بیایید کینه ها و عداوت ها و دشمنی ها رو کنار بگذارید. دیگه بس است از این که به نام های مختلف، به نام ازبک، به نام تاجیک، به نام پشتون، به نام شیعه، به نام سنی، به نام هزاره، به نام های مختلف از ما سوء استفاده کردن. امروز دوباره همون دزدها و همون غاصبین و همون جنایتکاران بیناموسی که 20 سال وطن رو به 41 کشور خارجی فروختن، همون رو باز دوباره در هر گوشه میبینیم که یکیش حکومت جلای وطن میسازه و دیگریش نمیدونم جبهه آزادی و یکی جبهه وفایت. باز در پی این هستن که دوباره در این مملکت حاکم شوند، دوباره بیان به همون قصرها و آرگا بارگایی که داشتن به همونها برسن، دوباره همین ملت بیچاره رو در بدر و خاک به سر بکنن. بس است. یک کمی به خود بیایید، یک کمی در پی وحدت و همبستگی و در پی گذشت باشیم از هم دیگر، بگذریم. یعنی امروز از این بدبختی های ما، از این مشکلات ما، از این دشمنی های ما اطرافیان ما دارن استفاده میکنن. یک کشور کوچکی که عددی محسوب نمی شود در بین کشورهای منطقه به نام تاجیکستان، یک انسان طاغوت ظالم و ستمگر در اونجا حکومت میکنن، اینها هم به ما دارن طعنه میزنن. معادن ما داریم، زمینهای حاصلخیز ما داریم، جنگل ما داریم، نفت ما داریم، گاز ما داریم، مردم با غیرت و زحمتکش و کارگر ما داریم، همه چیز در این مملکت داریم. یک کمی غیرت کنیم، یک کمی دست به دست همدیگر بدیم، کشور خودمان را بسازیم تا دیگر محتاج این نباشیم که جوان ما در سر مرد توسط یک سرباز کثیف رافضی ایرانی در پشت یک خاکریز نشسته، از اونجا جوانهای بیچاره ما را همین پارسال دیدید که 200-300 نفر جوان ما را به خاک و خون کشاندن. یا اینکه خواهر ما را، برادر ما را، پدر موی سفید ما را امروز با این ذلت و خواری مالش و داراییش به غارت ببرند، بدزدن، بعد او را رد مرز بکنن بفرستن به افغانستان. بس از 40 نیم قرن است که ما به خاطر خیانت ما به کشور ما، خیانت ما به دین ما، خیانت ما به ملت ما داریم این بدبختی و رنج و مصیبت رو میکشیم. یک کمی به خود بیاییم. یعنی یکی از شعرهای خیلی جالبی است از علامه اقبال که من همیشه در برنامه این را ذکر می کنم که در یکی از شعرهای خود می گوید که دولت از نیروی ملت شد پدید، وای بران دولت که ملت را ندید. و از دولت ما، از افغانستان، از دولت امارت اسرائیل می خواهیم که این ملت رو در آغوش بگیرن. والله بستن 4 مدرسه دخترانه ارزش این را ندارد که امروز عرب و عجم و شرق و غرب امروز با ما، یعنی یک خاری شده در گلوی همه که در افغانستان مدارس دخترانه بسته. بیایید مدارس دست شماست، حکومت دست شماست، همین مدارس دخترانه رو هم باز بکنید. طلب علم برای هر زن و مرد مسلمان فرض است، واجب است. اما مسائل شرعی، مسائل حجاب، مسائل اختلاط زن و مرد، همه اینها رو شما حکومت هستید، شما می توانید اینها رو درست بکنید. 1 سال شد، 2 سال، 3 سال، 4 سال، بس است. و این تعصبات رو از بین بردارید. این پشتون است، این تاجیک است، این فلان است، این اون است، اینها رو از بین بردارید، این ملت رو در آغوش بگیرید. امروز شما حاکم هستید در این کشور. باور کنید که من در شروع همین حکومت جمهوری یک روز گفته بودم در یکی از برنامه‌ها، گفتم بترسید از آن روزی که یک وجب خاک پیدا نکنید در افغانستان که بر روی او بیستید. نشد. بعد از 20 سال در بدر و خاک به سر به بالای طیاره‌ها خودشان را آویزان کردن، از افغانستان فرار کردن. بیایید یک 4 روزی که شما حکومت میکنید در این مملکت، یک نام نیکی از خودتان
به یادگار بگذارید و این ملت رو دور هم جمع بکنید، این کشور رو بسازیم، دست به دست هم بدهیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. جزاکم الله خیر برادر محترم انصاری صاحب، خداوند شما را همیشه صحت و سلامت داشته باشه، صدایتان بلند باشه و در برنامه های ما همیشه شما تشریف میارین. واقعا بیننده های ما شما استقبال میکنن، بسیار میآموزیم. شاید بعضی موضوعاتی باشه که با ما بعضی از بیننده های ما هم نظر نباشن و این است نظریات مختلف داریم، یک گانزر کلاشخی افغانی هم داریم در پالویش، مگر به هر صورت باز هم الله متعال ما را کمک کنه که ما واقعا همونطور افغان و مسلمان و با تمام ارزش های خود باقی بمانیم، در خدمت همدیگر خود باشین. و بسیار زیاد تشکر برای شما. حال دیگه تقریبا 2:30 شب شده باشه، مانده نباشین و شب شما بخیر. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. تشکر، سلامت باشین. خب بیننده عزیز، من ذره اول خطا بودم که برنامه دفعتا قطع نشه، برای از اینکه اینا خب برای تا ساعت 12:30 یک نیم ساعت زیادتر باید، اصلا 12 بجه باید برنامه ما قطع میشد، اما خب شکر الحمدلله که نشد و ما تا آخر صحبتشان داشتیم. باشین که من اینو میاله میچینم از بین ببرم که واقعا برنامه برای خود ما بسیار یک برنامه آموزنده و جالب بود. همه ما و شما افغان ها بسیار مردم خوب هستیم، بسیار دلسوز هستیم، بسیار الحمدلله در ارزش های اسلامی افغانی برای ما بسیار زیاد ارزش داره و بسیار بهش پابند هستیم همه ما و دردهای ما مشترک است. و من بسیار تشکری میکنم، خداوند خیر بده تمام خواهرها و برادرها و کسایی که در این شرایط فعلی وقتی صدا کردیم سر خواهرها و برادرها که ما چی میتونیم، امی حالتی که بالای مردم ما آمده و می حالتی که فعلا میشنویم و جگرخون میشیم، دلای ما درد میکنه و یک قسم یک جنونی که مخصوصا وقتی که میشنویم که خب برآمدن و توهین شدن، وقتی امی کلمات و جملات مهاجرین میشنوادم بسیار متاثر میشه و سر همه ما تاثیر میکنه. برای اینکه ما افغانا خو باز از مردم هستیم که بدون از اون سنگ بالا میندازیم سر خود میگیریم، باز وقتی که یک کس ما را چیزی بگوید میستیم که چه قسم جوابشون بدیم، ولی آنچه که قابل قدر است و قابل عزیز که ازش یادآوری شود الحمدلله امی پذیرایی خود مردم ما. یعنی این که ما میگیم در هرات تو نیست که تنها مردم هرات در هرات است، مردم تمام مناطق دیگر در هرات هستند و تمام هموطنان ما از تمام مناطق و تمام ولایت های مختلف اینا اینقدر یعنی افغانیت و با وجود از اینکه شرایط اقتصادی عمومی ما خوب نیست ولی قدر اینا محبت و برادری و افغانیت خود نشان دادن که آدم افتخار میکنن در این حالت که از هر طرف چه قسم کمک ها و چقدر زحمت میکشن و اون مردمایی که ما وقتی با امروی احمد زی صاحب صحبت میکنم میگه به خدا خوره که اگر امی کمک های مردمی که در هرات میارن کمک ها را اگر اینا نمی بود میگه بسیار نفرها از گشنگی تلف میشدن. برای اینکه بسیار وضعیت خراب است، تعداد به حد زیاد میشه و مریض بسیار زیاد است، اطفال بسیار زیاد است. در یک حالت آمدن که 10 ساعت 15 ساعت اینا سفر کردن یا در اردوگاهشان جایی بودن که اینا زجر دیدن، آزار دیدن، لط خوردن، جوانای بیچاره اینا را الهی پروردگار عالم به امرایشان معامله کنه. خداوند اون روزی که بالای ملت ما آورده سر زمون ظالما بیاره، سر اولادشان بیاره که اینا چطور تانستن باید یک ملت شریف و یک مردم نجیب که اینا بر اونجا فقط رفته بودن برای کار کردن، خدمت کردن و همهشان مسلمان بودن و همهشان مردم شریف و نجیب بودن. شاید یک چند نفر یک تعداد محدود اگر کارهای بد کردن که اونا در وطن خودم میکردن اون کارا، وقتی که در اون جمع شده این باعث از این نبود که باید همینطور یک حالت سرشان میآمد و امروز الحمدلله بر ما واضح شد که دلیل از اینکه اینا با ما دشمنی دارن چی است و چرا به این حالتی که فعلا افغانای ما آمدن. ولی باز هم میگم از شما خواهرها و برادر عزیز ما همون برنامه از کمک های شما را خو براتون ویدیویش گذاشتیم، شما دیدین که چقدر امی مومن صاحب تقریبا 10 روز است که اینجا هستن و اینجا میبینید که چی ماست، صدای حق لوگوی ماست و ما تقریبا 7,500 دلار تانستیم که روان کنیم برای اینا که اینا هم برای مردم کسایی که بسیار احتیاج بودن برشان پول دادن و همچنان سرویس ها را اینا برای
کسایی که میخواستن سفر کنن. اینجا میبینین یا سرویس ها مون لوگوی صدای حق داره. از شما خواهرها و برادرای عزیز، از شما کسایی که کمک کردین و هنوز هم ما کمک های ما میره. اگر کسایی که هنوز هم میخواین کمک روان کنن، هنوز هم یعنی صدای حق است. این معاون صاحب، اینی هم از فیصل جان لوگویش است. یعنی هنوز هم ما میتونیم که کمک ها را روان میکنیم چون معاون صاحب هنوز هم در اونجا هستن و فیصل جان هم گفتن ما اینجا هستیم. تا دیشب هم کمک هایی که بر ما رسیده بود رو برشان روان کردیم و اینمی مریضی ها کسایی که مریض هستن، فامیلایی که بسیار احتیاج هستن که هیچ پول برشان نمانده، پیسه هایشان گرفتن، فقط هم تو سرویس بیچاره رو به یک رقم آمدن بر زمینا. همین کمک اندکی هم که فعلا برشان میرسه این بسیار جای غنیمت است. ما یک چیز براتون یادآوری کنم خواهر برادر عزیز، من دیروز یکی از برادرها را که نمرهش میخواستم پیدا کنم، در اون لیستی که میخواستم کمک های برادر که یک وقت نمرهشون داشتم میپالیدم، برای اینکه مرا گفت نمره ما دارین، ما گفتم دارم، پس اون هرچی میپالیدم نمیافتم. اما وقتی که در می لیست میرفتم، شما باور کنین که من قبل از اینکه لیست بگویم در یکی وقتی که ما اعلانات کمک ها و اینا رو تیر کردیم و برای هر کدام خواهرها و برادرها روان کردیم این ویدیوهای کوتاه خود را، برای یکی از فامیلایی که من روان کرده بودم و او بر من تلفن کرد که خواهر ما خانم برادر ما بشیر قیومی تلفن کردن، گفتن که کمک میکنن. من پرسیدم که چطور است برادر بشیر قیومی چطور هستن، برای اینکه یک مدت شده بود ما از اونا در رمضان را بعد ما از اونا اول نداشتم، پیش از اون مریض بودن اول میگرفتم، چون همیشه همکاری میکردن، همیشه دلسوزی داشتن، عضویت داشتن. هر وقتی که زلزله شد، هر واقعی که شد، اینا امی برادر تلفن میکردن و کمک میکردن. وقتی بر خانمشان پرسان کردم، گفت که او خود ماه رمضان فوت شدن. شما باور کنید که به کلی می حالت ما برهم خورد. یعنی یک انسان به این شرافت و به این اسلامیت و به این وطن دوستی و یعنی اسلام دوستی ببخشید بسیار زیاد جگر خون شدم من وقتی که خبر شدم و در همین وقت یادم آمد که می لیست را که من میدیدم تقریبا باور کنید که من 7 نفر دیگه از بیننده های ما رو دیدم که خداوند شما همه ایتان با صحت و سلامت و عمر طولانی و با صحت نصیبتان کنه. دیدم که از در ناما خداوند مغفرتشان کنه مرحوم کشاورز صاحب و خانمشان جمیله جان کشاورز، تا زمانی که فوت کردن اینا همکاریشان با همراه شبکه صدای حق بود. یا خواهر ما به نام امیرا جان و شوهرشان شریف جان از نیویورک اینا کمک میکردن تا زمانی که اینا وفات کردن، یعنی کمکایشان با ما جریان داشت. خواهر ما شفیقه جان بارگزای خداوند مغفرتشان کنه همیشه اول میگرفتن، همیشه میگفتن کمک کار باشه برای ما تلفن کنین، تا لحظه که اینا وفات کردن برای ما یعنی کمکایشان رسید. خواهری که چند وقت پیش وفات کردن خواهر ما کریمه جان شالیزی، اینا هم یکی از کسایی بودن که همیشه کمک روان میکردن و بسیاری وقت یعنی با مشکلاتی که بعضی از این خانم‌ها سنشان کلام می بود به حسابای بانکی اوترا نمی رسید، با یک رقم گاهی یکی را پیدا میکردن، گاهی یکی را که بر ما امی پیسه را برسان بر صدای حق. خداوند ارواحی کلش شاد داشته باشه. یک برادر دیگه ما بود، برادر جامی در ویرجینیا و همراه خانمشان که دویشان با مرض سرطان وفات شدن، ولی تا روزی که یاد میام یکمشان تا با حال پیش مسته که نمره کمکایشان بود. یعنی ما نمیفهمیم چقدر وقت در دنیا و در جهان هستیم، ولی زمانی که میریم خوشا به حال کسی که امو یک دیپازیت بگیم یا یک پسندازی در بانک آخرت خود دارن و ما برای همه از اینا کسایی که وفات کردن و کسایی که شاید نامشان پیشم نباشه برای همه ایشان دعا میکنیم که الله متعال روحشان شاد داشته باشه و خداوند اینا را هر کدام از اینا را در جنت فردوس نصیبشان کنه. و از شما خواهرها و برادرها و کسایی که کمک کردین، کسایی که به هر اندازه کمک کردین، پروردگار عالم همیشه دست بالا براتون بده، هیچ وقت احتیاج نداشته باشه و الله متعال در خانواده های شما خیریت و در زندگی شما برکت باشه که با این کمکایتان ما اینه بسیار خوش شدیم که امروز در امون اسلام قلعه
شبکه صدای حق که هیچ شبکه تلویزیونی دیگه وجود نداره، ولی شبکه صدای حق در اونجا با همکاری دو شخصیتی که یکی معاون صاحب است که شما بهشان معرفت دارین که چقدر یک انسان شریف و نجیب و فداکار هستند که برشان دعا میکنیم خداوند خودش با خانوادهش و فیصل جان هم میبینیم که می جوان دمو گرمیا که یکان دفعه میبینیم که تو میتپه و در هر طرف. واقعا اینا کسایی هستند که خداوند اینا رو انتخاب کرده که در کار خیر اینا شریک باشن. والله متعال از همه ما و شما قبول کنه پروردگار عالم، از همه شما خواهرها و برادرها و کسایی که در قسمت سهم گرفتین خداوند همه شما را بیغم و زندگی خوش و آرام و نصیبتان کنه و خداوند این روزهای دشوار بالای امت اسلامی چی در غزه است و چی در افغانستان است، چی در هر نقطه دنیا، کشمیر است، اگر در سودان است، در هر جایی که است، الله متعال به لطف و فضل و کرم خود این مشکلات رفع کنه و فرعونهای زمان به جزای اعمالشان برسانه و باز هم در حق هم دیگر خود همه ما دعا کنیم. الله متعال دعای ما را بپذیره. تا برنامه دیگر شما را به خدا میسپارم و شما اگر عضویت ندارین در عضویتتان کوشش کنین و همچنین کمکایتان اگر خواسته باشین، کسایی که باز هم کمک میخواین روان کنین، هنوز هم یعنی معاون صاحب و فیصل جان در هرات هستن، کمکایتان رو میرسانن. و جزاکم الله خیر. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة و فی الاخرة حسنة و قنا عذاب النار. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. Allah